خوش نصیبی بیتا که بلوچا یعنی اسمیل نبیتا به عاشق که دیگه راجم بیتا که من غربی بلوچستان بارواگا جنگا ای وقت سک سعادت جاگای و اگر کم و باز هم داشتگیش چونکه بلوچ لوگان توکا میشمه به تو ماتا یعنی مدرسه توکا اگر که نبوده که مردم پوشیتش درس نوانتا باز بای جای درده بل اگر دیگه نمونه مردم بیچاری کشن درس نوانتا پدا هم یک جای خوشحالی هم بیت کن بگو چطور؟ چونکه آیا وقتی زبان لوگ تو کا داشتا انی سیمی ناس مثلا من گواران چوک هستم واسه ما که ایران آیا فرزن رات چوک گواران چوک آیا نمونه که ما مثلا بلوچی گپ جنه آیا هم بلوچی گپ جنند بله ما احساس کنا که فرزن آینی فارسی چه میگا بهتری اسی که آپ فارسی گیشتر توجه کنند متوجه نه چیه واسطه چونکه نسل دوم درس وانتا یک زبان خارجی هم درسی وانتا فارسی زبان بهرام من زبان مادری نہیں منوش خارجی به عاشق که جغرافیای سیاسی من چی مکنن تو بهرام آئیے بگذاری مزا مسئله ای ہمیں نشان دے گا کہ سیاست واجہ عبدالرؤوف سیاست در شکلگیری فرهنگ دخیل و نقش بسیار مهم بازی که تو نتونی ایشه نادیده بگیره من گفت تمام توجه موجودات ششما بانوکانی هر ده ترا گپی بریا میکروفون بجا سلام علیکم دیوار مدادر واجهان من واجه شبیری گپ اشکتا ہے کم کے بعد برزنیک بودتا کہ واجه شبیر ہمیں مالا راشونی کریں کہ شما بدارے انقلاب بیتے بلوچستان آجو بھی ماوتی دو درہ بیدگا دیما بنا والا ما اگر بلوچی زبان چمشک دیں سالا نه بلوچان حکومت بودتا نه دیگه جای حکومت کمک بودتا بلوچی روچا زبانی که من گپ کنم من نویسم موانه برکت اما مردمانی که وقتی زنده نبود شاید آشوی جوشا دیگه بازش کلامکار دیگه بودتگن نشان شدن که وقتی کیتو زن خرج کتا کاری کتا کار چاپ کتا مفت مردمان رو داتگن تش و بلوچی زبان فریزک بودتا ما بداریم بلکه 2000 سال بلوچی زبان باید آزو نبید مختار نبید حکومت نبید چه کنیم به زبان مرچی گار بودتا اگر سال مردمان رو کار نبودتا ما زانیم حکومت اگر دوی آیا کامور بی آیا وقت گنج بی آیا وقت گوش بی آیا وقتی داماغ با آیا وقتی معلم با مثلا یعنی کانادا چطور برتش کنم بیان دولت قبول کتا که آنی کار کرنه که مثلا اسپرم تو وانه بھی فارسی اجازت داته گه یعنی فارسی زبان اگر کارا برتش کنم به شروع بکن اولا باید معلمان زبان فارسی استخدام بکن سمه ایرانیان کتا نور بیمار رمضان حکومت بکن سر ہے حکومت که نلوچا حکومت سیاست هم چه زبان گار بی مردم دو رزیدگان گار بی شنش دین هم گار بی شنش شناخت تجار هم گار بی چه والا ما حکومت جور بکن خود مختار والا نه زبان منتا نه چیز دیگه مانی ما انتظار کنیم دیگه پماره ای کارا بکن مانه شما رو پاک هم واتا کنگی ما هر کسی اگر ماهی $50 ایر کنه $10 $20 ایر بکنه ما کلی کار خود کنیم ما شما رو کلی هم نویشه که ما نظام تکلی ما انتظار کشه که حکومت مرکزی ما رو کنه آکه ما رسم نامال بیس نکنم بلکه ماشتا جای گاڑی آهل چپ کنگا شوگن هم دور کنه گاڑی ما اودا همه چگش به دیوار آتا اور مرده که ماشین کارا میکنه من دیوانه من نوبتی هستم میتونم من لگی کنم نه بلکه ایندی ہے سکیس دیگه من شو تو بلوچی والا تو ها بلوچی والا شی من زانه من کویتا هستم سال نه ما بسیار سمجھتی نو ایسے که زبان زانه میفجاره نشناسی مارا کار کنید دیگه کسی دل نشی کنه ما منتظر بینیم که چه وعده مزانه ها حق آزادی حق سبیل چیز بلوچانه حق ولی ندیاته اگر دیگی بودته نشانه پرچه تصارف بچه پرچه با زور بومب و توپ و کشاگ و کشتار قتل عام بلوچانه بلوچستان گرفته
بخاطر چه کار بلوچان تبدیل کنه انچون گفتا سیاته گفتا بلوچان نلوتا و بلوچستان گگارا لوتا بلوچستان هر چیزی هست گفتا دیگه نام نگرن گشته امایی لوتا ما ننده چه کنی چه کنی تمام کاری بکنه اجبار نکنه تا که چه که بلوچ وقت بسوت نگرده امی هم بلوچی روچاش نگرد چند شام بوده شده گیبیه تو که بلوچی زبان دیباره وگه اما بلوچان دیوار ہوتا کہ ہم کھیل سکتا ہے جیسے اگر نہ کارا مکنے یہ زبان دیما نہ رہو ہمیں کاری نہ جانی سویدھا نہ نشتا چیچو کار کرنے گے ایچ بلوچ انچو آئی کہتے کار نہ کرنے ذرا شاباش ما دیا ہے مجھے آزان اگر ایک قوم ہے راج حکومت شن سر ظلم کرنے شن زبان دیما مدار ہیں شن خوراک مکنے بندہ شنی مثلا اما نام کرنے تک کتو شن بلوچ زبان نام نبی فرهنگ دوباره نام نبی مثل زبان فرهنگ دوباره یا میگرانت چون نتونه جدا کنه نو شما مزانه بیانی ما رو چه کنگی ما رو اسلامی بلوچانه جوزنی انفرادی مردم ما رو چه کنگی چین چو کار تونا بکنه من روچی 2 کافی برم $5 ما چین چو زردن سیک کنی نه $150 من $150 خرچ کنگی نه من $50 خرچ کنگی ایران شد. آدیگه مشروب و پگربدار و عیاشیان و آن پاک حلاسته. مردم مثلا بازه مثلا من رو کنه. مردم دیسته مثلا $200-300 مثلا اپین جنات یک تیمی نشته. یک $1 داره. آسه کنه سوچته. نشه مثلا من $100 دیم پرده تا بلوچی زبان. میشه که ما رو بلوچان کار کنه کسی نگموار نه. امیدوارم که من یادم دلم نیاره باشه واجه رسول شما رنده واجه اپران من یارم واجه میرا تو آبار بکا من بدل تو پیسر بجارم جی واجه میرا زمان قربان من آدم مرزایی که ہے حیرات گفته رشاری حیرات و پتو منظر منر تو آبار بکا منادر پارتو گفته سرامانی بشار متاسفانه مروچی بگوشان که گوشبیر گپان منطقه کن تا زمانی که قدرت سیاسی مبید تو نه زبان داشت کرده کنه نه فرهنگ داشت کرده کنه پچنده واجه دادشه تو نه زبان داشت کرده کنه نه فرهنگ داشت کرده کنه ایشیه چه وقتی سر در کن مثلا رونگ راهی که رو گره بچه که وحده که دولت تصمیم گفته که 70 سال ہیں که ملک تو همگانسازی یا اسیمیلیشن پالیسی آیده ما برده یعنی مواد منی جن شکار همگانسازی رژیم ایران یعنی چوکی وحده ما وحده که مادرسه رابطین می ملکا हमें आफ्ताबे ईरानी गुशेन करा वह दिख हमें मदरसे क्लास है ताह कमाए गोश्त हमें मदरसे के वो हमें वरनायन के लय बनको वह दिख माए गोश्त करा हमें दिख शास्त्रुनी बच्चे बच्चे मध्याती कर लगे मर्द में आज हमें इस तरह हंदे गुशिशान बेचारे आफ्ताबे करे गुशान ऐशर गुशान नरमेन अबजार के बात बेन बोर्तन फरहंगे तो نارمین ابزار استفاده کنه نارمین ابزار چیه آیی گوشنتی به انگلیسی یک ترم هست کاری بنده من خیال مارکس ما یک چیزی چه سوشال استگما مانیسا جا بکنه گوشنتی سافت پاور نه گوشنتی نه سوشال استگما شرمندگی اجتماعی سوشال استگما اوکی اوکی یک شرمندگی تو پیا گروهی پیدا کنه که آینه چه وقتی جن شرم بکن چه وقتی هبران شرم کن چه وقتی گودان شرم بکن چه وقتی ورگ شرم بکن همچه که نوروژ تا لاب و سابقان لاب یک قوم هستن بوده و سامی نشان تا 1965 हमें पॉलिसियाँ बिल्कुल नौरोज़े गवर्नमेंट इस्तेमाल करता और बाज़े ने मसन लाप्स या सामी के हस्ते होता हम लापलांद ज़िंदगी करने आया होता
साबकन हमा लाप या सामी नगुशा अने खातिर कि हमें सोशल इस्तिग्मा ओदा पचे किसी केस सादी मा को शान सर मंजानी नहीं किचुआ और पद हम बलोचाना तो मुगाइसे करना है हमें de software car bandage bit yani که مروچی ته شستون ته ایرانشاه مردمان و تی چوکان تا لوگ چوک جماعتبی من جای مردم آیان بلوچی خبر نکنن گوشن گوشن که مدرسه روان شامل لهجه نبید همه گپ که شهریت تو تی گوارزات برای کو تی گوارزات انگار راشن تی گوار بمان بلکه جدگالی یا بلوچی لوگ تحکان در بعضی مردم هست که نکنن تی بچه که شروع میشه سوشال استیگما سافت پاور شاید تو هیچ چوار ظروف کسا که کنتی شاید تو هیچ پورتو نکنه بنی خاطر که استیت یعنی ملک تحت مشروعی تی سر استعمال باید کارمرز باید که تو یکسان ببه یک رنگ ببه و ایشی یک پالیسی زبردست استعمال بیتا استعمال باید رو در روچ مرزان فرهنگی پروشگند یا مرزان فرهنگی یعنی به قیمت بهای فرهنگ بلوچ زبان بلوچ این مرزان پروشگند و ایشان تو مثلا پاگ سازم کتاب چاپ بکنه تا حدود 1% مردم تو بچارند کنه کسانی کنندی زبردستی کار کنه نوشان بکنندی گشتر هم بکنه هر که کمک دارد کنه مدد کود کنه هر کسی توان دیکشنری چاپ بکنه هر کسی توان تیوی به زبان بلوچی بجاند هر کسی توان ویبسایت یا कंक्लूजन लंबा में इफेक्ट लंबा में मॉडरेट तो मकसद की चीज गिफ्ट एशे के एशे फरहंग तो या के परमानेंट दाश करते ना कने ये तो दुनिया में हां तक ऐसे कैलेंडर के लिए एक हुकूमत में भी सेमिशेट में असिमिलेट बैकग्राउंड स्टेट वसीले हमेशा तीन मैक्सिमम अगर कुदरत में भी वो शायद वतन मसा पर दो जनरेशन दो लोग भी जॉब करते हैं तो किताब बहुत वहां पर वापसी से ना लॉट वगैरह लॉटलान ये दो अलग दो ते आना ते दुनिया में आना शहर में मुताला बोला यार नीचे तो लैक करने गया तो यार चीजें में जब बुनियादी तौर पर दी ते कंक्लूजन तो पर्टिकुलर दिए गए मौका में तो जबरदस्त ये चीज थी कामबू बना यानी वक्त एनालिसिस मुताला पर शहर डेली दुनिया में बड़े तो कंक्लूजन की शहर में की वैसा शहर में इतना बलूचिस्तान मौजूद शहरी से दास्ता में तो नजर अगर मौका ची गजली तो अवॉइड की थी अवॉइड यानी था मुक्त ये बाबा नहीं ना बलूचिस्तान है which pass state wise यानी दौलत बलूची बलूचिस्तान सिविल का स्टेट वाइज यानी जमहूरी इस्लामी टोबा कम अज कम ये नहीं था परतीसी हुकूमत मजहबी तो तवज्जो कोला मजहब में होगा तो ऐसे थोड़ा मिलता तो जुबान इस वजह से शिया सुन्नी ये मुहिम भी तो जुबान ऐसा अहमियत नहीं था बलूची क्या करते शायर लोरी तुर्की पारसी इस वजह से जुबान है एक अहमियत नहीं था ये बल्कि ये वाजबाती अहमियत है ये इसी बारी का बहुत बलूचा वैसे जुबान छाते लगता ऐसा तवज्जो ये जैसा न करेंगे इसी तो नीचे मैंने ऐसा वो वक्त तो कहूँ स्टेट वाइज मैन्युअलिटी बलूचिस्तान असिमिलेट में गजार होते हैं ऐसे चमन गजार तो कोलोर वगैरह मुझे यार ये आपके पास अरबी पर हाथ मुहिम में तावल्लाह ताला इसे क्यों जुआस था मुहिम में मुझे ये अरबी का और अरबी जुबान चमन एक पार्ट लेकिन यार कम दो इश्वास असम फरक हुए में प्रोडक्ट का बेनेंडी वर्क का वहां भी 10 से अब बोला कोटा बाजार भी देखिए असिमिलेट फाइनेंस के ऐसे न करेंगे इसे एक अगर बुकते नहीं चल सकता बोले तो रामपत गया इसे रोज पहले में कहते हैं गेस्टे बलोची फाइनेंस है शॉप ना करें किताब से इंटर बैग म्यूजिक का आराम बजाने का शायर गेस्टे जो दिखाने यानी अगर ये स्टेट वाइज भी ये चीजें देना गोष्ठी ये नवस्ते की बड़ी बलूची जो तरफ लेवल जुबान देना बिल्कुल नवस्ता सो ऐसा अहमियत ही नहीं इस वास्ते इस्लाम में शीज में जुबान मिलियत शो से अहमियत आ में बाकी साबिती बंदे बलूची दोस्त क्वेट साल पाती नहीं हो रहा है बड़ी एशिया है क्या कभी नहीं चेस लगता ये बात तो यहाँ से कुछ है बुरा
वो कहे किसी नबी के मसला baca kaya pura jacket ये यार समझ kan tepat lagi saya satu luaskan malah sudah jangan luaskan di Indonesia ke terus program dengan dasta nabi nabi kaya किसी nabi objek terus hukumat akhiri dasta भी berarti harga नहीं पाएगा देना पर जो मोचे फारेंगा फोटो फारेंगा मोचे एम तो क्या हुकूमत है ऊपर तो सब फोटो फारेंगा harga मार्गम तवाना फारेंगा बदावन बलोची मजनी राजी 20 मिलियन मतलब जुबान अबर का सारा शायरा सारा पर सुरोदिया सारा पर बेंजुरी तंबूरी मई कौन राजी वही हुकूमत ना तो पाकिस्तान में यार असला नबी हटेंगे कि बड़ी अच्छी जुबान हस्बैंड ब्रो या बड़ी अच्छी बियर हस्बैंड ब्रो बड़ी अच्छी वाट कांच काजू पगड़ा बड़ी अच्छा वती जेंडे वाइस बल्कि ये भी कि मैं चौक बड़े बहुत सी अगर बकाया शौक तो बना परान भले भी हुकूमत असला मैं वोटों का लिस्ट में हूँ मुतालात करने गेंदा का बहुत तरह करीबन चल रहे हैं नागमान निचले चल रहे हैं रफ्तार इस्तेमाली चल रहे हैं रफ्तार सियासत चल रहे हैं मैं वोटों का एनालिसिस करने हैं जोड़ने के वास्ते लिस्ट में ये चीज़ें मैं ये चीज़ें का नगे अंदर ये कोड़ा मैं आज तरीके हुकूमत मैं आज तरीके मैं अल्लाह मैं तरीके कोटा हेजबार ये चीज़ रांडा में कि बलूच जुबान वार भी बलूच के पोशाक का बदल होता है बलूच के द्वारा अंगार का ये चीज़ ऐसे खराब नहीं है पहनो सियासी ग्राम दीवार काशी वहाँ से भी बल ये चीज़ें असम का नवारी वो बलूच अगर लाट मिनोरिटी असम में माने हैं नहीं आने तो आप माने भी जो तक केली तनुवा कुना जीरो चालो ती माने चौका शहर वो बलूच वातेश नदिया वाह या बलूच लीगल क्लास से माचन पैन बिता बखवातर सर्वत एक संदार से कहता वह शो मान बाजी दरकार वही लुक्स बाजी वह लक्चरियां ये तो शास्त्रों में मार्गों चागना पारा चागना सार्वर चाहिए ये लक्चरियां महसूस करना है वो बड़े विजुमा पैदा का मार्गों बड़े अच्छा है कि गोहर सम्मीर बालाच जीरना आजवच पचास लक्चरियां शास्त्रों में का बड़े अच्छा कौन बार नहीं चाहिए मामूली पैदा नहीं मारना चाहिए चल यार पैदा है ऐसा ये बाबा ने एक बार ये बाबा ने वो ज्ञान का गोर मार्गों बालाच गेस्टर जीरना अच्छा फर्शील फरेन अच्छा रोज रोज ये बस बतन पॉइंट वो मैं जवान तब क्या कहता था तहसील का भी दानश्वाई ये दो बड़ी चीज बहुत याद करना वो दो का छोकरो हम गजरिस्तानी रामल वाला ये मानसा जो कहना बड़ी बनता है बड़ी चीज बना याद करना ये पॉइंट तक मैच की रास्ते के ये बारगाह वापस ये पॉइंट ये राजबाती हुकूमत नहीं होते ये चीज लगता होगा सवाल तब वजह जोर है ब्लू थी बल्कि बल नहीं होते वो जितना अच्छे लेकिन तो उसको उसके लिए तो जानते ग्राफ तो हमारे ये नहीं होती बोला बारगाह में कि मुझे कुछ जुबान याद आ रखे हैं और इसमें क्या रखा है मेरा बस ज़्यादा मुझे ना भूख से तकलीफ से आ रही है रांटो से आ रही है तुमने अगर आज चीज़ करने चुके गौरी आवाज़ होती है पार्क न कहीं शुरू से बोलो तुम्हारा फायदा नहीं हमने जाना है तो ये यार सब बड़ी बिल्कुल लेकिन जहाँ शराब में देख जाए बलूचिस्तान ये चिल्लाते हैं मालूम है जो सकना है मैंने इजाज़त दे अभी ना बेचा तई ज़बान वाइज़ ज़बान जमाए ज़बान पर फारसी है उड़ा ये वॉलंटरी है कि इस्तेत लोग अगेन और मनी ख्याल है इस्तेत लोग अगेन हमें वाइज़ ज़बान मस्जिदान है तई खुतबा पैसरान ज़मान शाह कटोबशे बलूची हम पर फारसी और जो बिदरी जो कंक्लूजन ड्राव करना है नहीं तो ये ना तुम शायद मैंने चेन्नई ड्राव करना तो बात करना है किसी चीज़ ना ना बिदरी जो से तक सही जो से तक ओके और तई मर्दमान के मन जाहिर मनी कैसे इस्तादी मुताबिक आयान यतीम होते हैं हमें कोई बलोचान मरुची आयनी बोलता परवरिशगा वानेता आयान फारसी साहब किताब आवेती गुरु रहते ही करते हैं दूनी गोदरेज रानी हाँ ना लूटा हाँ ना नाम है डर गया मैंने जाना पास सही जो संगीसर के अगर कटोगुशे के रजीम न लूटीत गुड़ा तरी मसलन हमें कटोगुशे आजाद इंसाफ किताबें छिंक बूझा मसलन एम्बरी बा ज़बान बलूची
ये जुबान ये जार नदन तो जुबान ना तो तुर्की अदन ना तो लोडी ना तो कोर्डी ना तो एच ना तो पर जुबान वासा जार नदन जार नहीं ना तो पैसा नहीं मुझ जिस वास्ता नदन तो तेलंगाना कोश कार्गोश का कोश साइडन कोश ये जार नदन मोला कोश जार नदन तो छिकारा इसी बेवकूफे कारण ना पैसा नदन पैसा नहीं सड़क के आदमी दोषी ना क्या बिना चंद सुलह पैसा है ये तेलंगाना कार्गोश का ये मतलब ये चीज़ मोनी ये चीज़ें भी जार नदन जार बैग दिखे साहब पैसे ये न खर्च न कर और ये बीते के जाते हैं ऐसा मुझे कैसा पैसे में सालन गेस्टेड तो मारता काम करें मुझे जिससे काम करें कोई काम कर पैसा वेस्ट दो चार ना कोई चोरा ये भाई जाए रोडेनी वो नीचे तो रखना चाहिए वो इतनी मुझे बगैर इसे वो तैयार मसला चोरा फांसी याद इसे रोशमा ब्रिटानिया कनाडा ब्रिटानिया ब्रिटानिया नहीं चार चोराई बलोचन जुबान गोवा नबी ना बलोचन लैक्टम तेदार कुआं पर बलोचे वरान बोलो ये चार चोराई बलोचन जुबान गोवा भी ये पूरा जो लैक्टम लैक मार दो बलोचे वरान ये चार चोराई कुछ गोवा में जुबान बलोची ये इत्तेफाक है ये कौन इत्तेफाक का पता शो इसका डिप्लोमेटिक जुबान कारनामा से जबरदस्त पॉलिटिकल ये ग्राउंड नहीं ये था वो ग्राउंड रियलिटी है लगा नहीं मालूम चाहे सूरत है मालूम जुबान इंसान वाना अगर करना बाजार तो का तिजारत बड़ी थी तो का भी टैक्सी बड़ी तो का जो अपना दुकानदार बड़ी थी कि ना वैसे चौक बड़ी थी कि ना तो अमन बड़ी थी कि वो मतलब है तो का रईसा बड़ी थी कि ना और ये प्राइवेट तो का नाम बड़ी थी अपना तो ना तो बड़ी थी कि वो है तो ऐसी कोई मेरा ना मैं क्या नौकरी को इसी से आता था वो बात क्या हमें कारनामा बड़ी थी बहुत बड़ा है और मारता रईस है कारनामा है बाक्सदार है रईस पावर है जो बलूची को ज्यादा कर सा बलूची अगर कहीं फैल होगा ये दो बलूची स्टेट बीते वैसे तो वो मानने में बलूची आ रहा तो पैसे अलग दिन बाद भाई कोई पार्टनर बोलता है वो चीज कितना याद है ये कह रहा है मेरा ना अजीज ما jak شهرية طيب مثلا شهرية طيب مثلا تهاني jak سوات پیش دادی که پیش پپا رات بودن بیدیا میته سبوت چلی jak سری jak سچ شهرية تو هر تابر jak کسی لده جنه کامل پتا ہے پتا ہے یہ موترز چلی ما اول با چلی یہ گوشا دو مارچ کری آدو کوٹے چه دانشگاه چیز بود دو مارچ بود دیره که اولین جایی که دومی سال همین ٹیوی پاکستانی بود یہ دیگه آدیگه همین دو مارچ یا برنامهش برگزار کوی روچه چلی اصلی دولتان رابطی بوسه توچی وره چی پوشه پاگ بنده نبنده مشکل یا چیزا چلی ماتی زبان هوای مکمونه سیاست گونه ماتی زبان یک چیز بحری چنی دود فرهنگ رو بیده گیگه مشکل بودی دستن چلی سال بلوچی گورنر تا زبان چلی شاعری بلوچی چاگه شاید نویسه گه اور بلوچی شاید دولتان تاثیر بتواش و شاید بنویسه منویسه اور اس طرح مشکل موضوع اتفاقا مشروطی جامعه مذهبی مولانا بعضی دود رو بیده که مشروطی گارش بودن هم مشروطی جامعه فرهنگ مذهبی بلو شهری और मैं तो तामिल शहरी तो यार بعضی موقع هنچه آنده کنه بعضی موقع علم گپ چیز پرکاز انا تو مقداسه من نه نه تو چلی عادت دار کنده باندی یا همیشه زنگی بود چلی یا همیشه زنگی بود یا نه هیچ اوكي ما لازم है कि हर रोज और मुझे मना भी इजाजत दे दे सही तरह हो जाए इजाजत दुरुस्त रसीदे लाजम है कि हर रोज शमशीर मैं लगा है कसी अमीरुल मोमिनीन हुआ नया ना मैं 20 साल शमशीर रास्ता पे करना गोरका टूका पे के मना हर नेम का उतर हमने माव कसी द हीरो नया अक्की का मानते को मजाक वरा मत तस्लीम आगा मानते का मुकाबला मां दिगी का पे करेगा मेरा ला मत चेक नोक्ते जोस का अच्छा ये गाप ये चीज दे के ताऊ बोलते तू के मन के दाना है मन कामला शवागफा बलूची जुबान बलूचे अमा कहरमाना मिलिया अमा सैयद जऊशा हाशुमिया अमा शाहिरा मौलवी रामपुदा व गैर जालिक मुल्ला जिया सच्चे हमायत दाश्ता हो बल यह चीज दे के जवाना मर्ची तलाश करने के बलूची शायर व शायरियात वगैरह या जुबान बलूचे कभी बेकना गेंता के मुई सईदी वक्ती के गपजा पनवान मिसाल जिस करना मुई सईदी वक्ती गपजा बलूची शायर वान देखते के इस वक्त के हमीदुल्लाह या मरहुमा हमीदुल्लाह या मसफज़ा चे कुता सुहरानी कुता बलूची शायरी वांता नहीं ये बलूची जवाना चाहते कि मैं मसा सियासी चोटकार हाँ ये होती बलूची जुबान खारगा देवा ये बलूची
शहर शायरी कनगा या अबर कनगा मुइन मस मजलिस तो का बलूची शायरवानी थे ये ऐशान वास्ते अंगीज़े बिता के माँ तवाने वती बलूची शायर शायर सचन नफरम को माँ जता यानी हमें लोकतेश मारा याद आवा होता हो खायशान अब्दुल रऊफ तो हच्चू बड़ी बड़ी हच्चू ब्रांच करता हो उसे तो शायरिया जो थी ज़ेन तो कर हमने बताओ तो गुआरजा मुआसरे या दौलत मुआसरे को उते खाले कुछ खाब नहीं सितु उते हमने कुछ तो चली अलम ब्राजा पची नक्शे मिनी चौक पची नक्शे आधे चौक पची नक्शे पास एक मुआसरे तो गुआरजा था ना चली याद की न दौलत है न निज़ाम है ये दिखे अरे बलूची अबर कनते या खाले बलूची ना कर तवा है मुद्दा देख के यार अच्छी गाप को शायरी तपन आने कुछ बलूची कर ही चुने गाप आदरसे तू का मादरसे उसको जमीन जामा मुहित जिंदगी है और ये शालवार पलाव बलूची शालवार पलाव दौलत तासीर है या तो चुने कौन से पौधा करे या चुने म्यूजिक के चुने ना अरे सियासत एक बासत तो एक तो आमातुरान दावा का आजा तो फई का पेचा तो सियासत आमातुरान समाज जवाना दूर समाज फारान दूर समाज के साला साल होते वत दूर साल जता सो जाने न गेंदगी या आज नजर दे मेरे जो दो फारी गप बंदे बेली जिगे गप्पा पहले मैंने 1 मिनट इजाजत शरीर साहब Resultu saya bikin orang kan betul betul. Itu nanti kita saya cekor ni kerja sebenarnya waktu movie dia foto sadar sama atau waktu dia pun dia fund dia film ni isu itu tu kan dua ni sini मैं बंदे तो आया मां ब्लू को निकला तो भी जाने हम ये जो मसले शेखो जो खुआरे ना इसी में बेजोनी भी हमें असर बहुत ज़्यादा स्टेज तो गई नहीं बल्कि क्यों दनिका सिस्टमैटिक है चुपने मजबूर मैं तो क्या ज़ुबान गाल बकने ज़ुबान मलेकन ये सुरोदा मजाना वो शेर मलेकन मैं वती बेले ताकि फारन गाले मनादा वाले ये मैंने कहा ना आखिर में तो मेरा फारन गाला बदल मारूंगा तशवीर बा और देखिए चीज़ सेकेंडरी ना बड़े ये एक ऐसे डिनामिक्स ये लगता है कि जरूरत है एक्टिव में जेनो नहीं होता है यानी जो भी तरह से कॉमन लाउंज टायर्स मामले तो कहता हूँ जैसे शुरू लाउंज टायर्स कैसे कोई शाला बड़े दास बड़े जब टेस्ट पैसा बलूचियां कुछ आधे बैठे हैं रुस्ता शारा बलूची दास देना समझ आ रहा है यार की कैसे कुछ बोलना था इसी को पता है ना बैठे वो बलूची मालूम है सेट ऑफ बलूची से बड़ी अच्छा है माला दास मेरे शुरू में कोई शाला में वैसा बलूची आ रही है जुबान बोल विश्व को पता है हमें जब से कारण वैसे शुरू बलूची को बोला मत है जो कारण अगर मन दास न रहो सी ये अच्छी बलूची में से गवाही होना है मतलब पुलिस वाला कस गया इंसान कानून दायरा वगैरह अच्छे के दौलत जो आपके न्यूज़ पुलिस वाला मैं कहने के एक बार आप जाए हुकूमत दास से फार्मर्स नहीं करेंगे ना बाबा तहसील का मार्गो वाट ज़ारे हा वाट सेरे पुरुष बैगना ची सेरिया गुजमारे वसत बच्चों को नाम भी और ये वास्ते मसा कसवाब भी वास्ते फरेजिंग भी वास्ते शब्द मुझे भी चौका शाया वीडियो बरोचन गजर और मेरा नहीं वक्त की मजीरी बिजली की शाया गजर जहाँ से जेल दुकान की जीरो गजर जहाँ बिल्लाकान से जीरो बहुत लादान थी अमाशिया में एक बार मैंने तेलंगा न दाते मगुचो अलाम बड़ा आंदा नहीं जो है तो बैन मारता तो करने समान हो तो सीधे बैठता लोटे दीमामाद बड़ा तेज नहीं चौका ना लाते ये तो नहीं बस यार क्वालिटी लेते दोस्त करते तो सही सन नालसन इधर बैन तो जीरो का दूर घाट से दूर तो बैन अपील मिलने वो जाएगा मोबाइल तो के पर दरगाह तो आज नाम बोले चीज करता या मोबाइल को तासीर होती बलूचा कमेटी है ताशकी का बलूचा डॉक्टर अजय ने किचन में रोज शोर आज में बलूची बलूचा प्रोफेसर मानस है ये और बलूची में तो फिर जीरो गजब ना जीरो चाहिए ना तो सजन ना ये बहुत सारा ना शिकायत थी डॉक्टर अजय चलो जीरो ब्रांच के नाम से बिग बिग मसान बलामाना ऐसे एक दराज बलूची पचतारी करते हैं इन्हें और बात और बलूची बाजार में से तो करने बखलाफ रसूल में बखलाफ शहर में बखलाफ हुकूमत में ये चीजें राम में और ये करने के इस दो गतिविधि में चुस्का है ना हर चीजें मैक्सिमम में मकने मिनिमम वाला मकने हर चीज हकीकत है वो चीजें वो दूसरी गोंगो आदि में तो हमारे रोजे में मजाक बकने में अलग बकने सियासत ये है ना कि बड़ा छड़ा बकने में अलग बकने
واقعیت موجودی نه که خدمات کم میره مو که مردم جهالت کم دو برای دو رسول موجود نبوده Benar makan kami kupur kita pesra dah tu hanya tu apa kerana apa kemaran dah dah tu. Itu ada apa kita besar marak 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 sekarang. रसूल जहाँ कुआं तो नौबत दन चुनका है Mana kalau mau bandi kami ni kupun jangan ada banyak tu boleh ada kan. हाँ आने बराबर बंतवा तो नौबत दर्श जाए Ya, pasti nanti kita orang saya. बत्ती नौबत दूरी तो दे दिख रही है पानी का बोलो Oleh sebab itu orang pun belum bisa kalau orang mula berleci, mana bisa kalau berleci macam tu. Siapa zaman zindagi luar zira macam tu, coba orang punya mesti dari berleci, mana cara bisa kasih macam tu ya terjutkan. Orang apa ni ya masa tekan itu tunda orang lewat. Orang tekan macam betul kerana mereka Terus bonasa adalah ini bonasa terus मेरा वाजह मुराद तो मुखातब करार दर जो वाजह मुराद गाप पे जमीन ने सर होगा क्योंकि मुखातब Ini caranya kan? درود و درخوات بهشون دیوان نندرکان بله خبر کنه اگه مرده یک ببی Melam. این مایده مردمان باز خبرش هستن و من یه جنینی مایده چه همه ساعتی که کوتی پچ بودتا مایده گویم بودتا گویم چون ما یک جتا بله متاسفانه مرده یک نبیدتا بله بخشش میگه کنش بتن سک بخشتن اگه اجازه بدهید لوته تو یه مقاله در مورد مشمه دو درابیدگی روی چا بانو کاندرامش توی که نوشته پر فارسی متاسفانه اگر اجازه هسته اگه درو رضایت ده ما بانو لیگنن که شما به هر حال تو وقت تصمیم بگیر وان شبیه اجازه بده به وان شبیه چون که چه وقت بگیری باز باش रेफरेंस बदे मालूम बच्चों ने इधर तो जिंदगी आधार बुकम बेहतर है हमेशा वैसे किताब बनाने दवाइयाँ ना या कैसेट पास करने का ये मवाली कुछ नहीं साथ करा बुदारी इधर मालूम बेहतर जब तो मसला होता है अगर हम बुकम बताओ या रेफरेंस शेयर क्या मिल मालूम चेस्ट का शुरुआत वो मसला होता है اینچو دراج نه من فکر کنم بلکه 5 دقیقه ببی بانی باز نه باز نه باید تو 3-4 دقیقه بیشتر نگیری ممنون من وانه کنسک زبر نه ولی کوشش کنم تا جایی که ببی شهری بانم همانطور که میدانیم هر قوم و ملیتی دارای فرهنگ و تمدن خاص خود میباشند و به طور کلی شروع فرهنگ با حضور انسان در کره خاکی بوده است و فرهنگ در واقع مجموعه‌ای از رفتارهای آموختنی، باورها، اندیشه‌های سیاسی، فلسفی، علمی و ارزش‌های اخلاقی یک جامعه است و آثار علمی و ادبی، هنری، زبان و ادبیات، صنایع، فضاهای شهری، اداره و رسانه‌ها را تمدن می‌گویند. بنابراین فرهنگ و تمدن به یکدیگر وابسته و ساختار اصلی جامعه را به وجود می‌آورند. فرهنگ ما بلوچان نیز برگرفته از تفکرات و توانایی‌های ذاتی و شرایط اقلیمی است که با استفاده از این اندیشه‌ها و دانش‌های خود شرایط اقلیمی است که با استفاده از این اندیشه و دانش‌های خود چارچوب زندگی و اجتماع خود را بنیاد نهاده و روز به روز جهت شکوفایی و
انتقال آن به نسل‌های بعدی کوشیدند. و اما فرهنگ بلوچ‌ها بنا به شرایط سخت زندگی و آب و هوای گرم و خشک و تاریخ پر از فراز و نشیب، مردمانی بردبار و صبور، مهمان نواز، سخت کوش و جنگجو، با دوستان شفیق و با دشمنان صریحاً و انتقام جو بار آمدند. بلوچ اهل ریا و تعارف نیست و یک رنگی را سرلوحه زندگی خود قرار داده و سخت پایبند عهدهای بسته خود است. اعتقاد و باورهای خود است و به قول خودمان معیار جل است. و قوم بلوچ مهارت فوق‌العاده‌ای در تیراندازی، شتر سواری، صحرانوردی و مرغ پیمایی دارد. استقامت و شکوفایی زنان بلوچ تا بدانجاست که با وجود شرایط اقلیمی سخت و محرومیت توانستند برخلاف خلاقیت ذهن و قدرت دستان خود را ایجاد نقش‌های گرافیتیکی و هندسه بر روی پارچه و ایجاد منظره‌ای چشم نواز به چالش کشیده و به جهانیان نشان داده و این هنر را در بخش فرهنگ یونسکو به ثبت جهانی رساندند. از اساتید این فن میتوان از بانو شهناز خلیلی، مهتاب نوروزی و روزخاتون عظیمی یاد کرد. فرهنگ و ادب و هنر بلوچ غنی بوده و دیوان اشعار زیادی از شاعران بلوچ است که تمامی تاریخ و سرگذشت دلاورها و توانایی‌های این قوم دلیر را در قالب اشعار حماسی و احساسی سروده‌اند. بهتر دیدم که این وصف حال را از زبان شاعر بلوچ سعید ملک از فرنوج بگویم. از بلوچی و بلوچ این نکته دان، هرچه پنداشتی از این معنا همان. رسم او مهمان نوازی و صفا، سر به قولش می شود از تن جدا. در مرامش رندی و مردانگیست، چون به غیرت در رسد دیوانگیست. اجنبی بر خاک تو نابرده دست، زان که خاکت بر بلوچ پیراهن است. از تن ما پیرهن بیرون رود، آن زمان که سر جدا از تن شود. هان که دیگه غیرتش نابر به جوش، تا چو شیران نابرد بر خروش. و هر قومی باید حافظ فرهنگ خود باشد. همانطور که گاندی میگوید من دوست دارم پنجره های خانه‌ام را به سوی فرهنگ های دیگر بگشایم تا آنها چرا نسیم بوزند و خانه مرا تازه کنند. اما دلم نمیخواهد هیچ نسیمی خانه مرا از جا بکند. منتها شما راسته و جان ببرد که باز برشون نماند، ولی امیدوارم مطلب برسید. واجه دادوار اگه موافقه یک موزیک که پخش کنن تا یه میشه اتاق فضا عوض بید. या आखिर साथ बस परमाणु और ये इसके व्यतिरिक्त तो शुरुआत आखिरी बात बचना है महाराष्ट्र की दुनिया नसीम दुनिया यूरोप के ऊपर रेट नसीम है के मोरे वाल बैठ बुका مشي بس يعني هذا دول व्यतिरिक्त كان شيء غتي هتاي جاب تاني كراوت ما بشن خاصين ردني مثلا تو بيت نفسه ये जो मुझे बिल्कुल शामिल है ये अच्छा एक नुकते बूटा कि मैं लूटल ना बका अभी एक बात तो مراد هم دا بس بنده خدا استیتمنت لیکن تگا संगठन आयुक्त को شما کاملا انصاف رعایت کنتا میرالم شما اتنا وشی مهندس हमारा है केवल जब बेटी एस्टिमेट बिटिया और तो मैं आवाज करता हूं ये दवाइया पेट्रोल मौजूद बोले तो कपाला मैं का पंद्रह से मौजूद मौजूद बिछे स्टेटमेंट लिखती और इस दौर पानी है टाइम में तो मैं वैसे बोले तो काम से मतलब उतना ऑपरेटिंग करना सीरियल रात ये तो पहला ट्रेनिंग करना मैं बोलती जो होता है रिच स्टेटमेंट में ना कमाल में बोलती
Ma conta, non so, زمانی چی هم ما مرکبون آنی لاگی که چو بلوچستان خوارن چو بدبختن چو فلانه اصلا عباری میانی عبار زبان این فرات آن چیز هم که اختلافی هستی عبار زبان دارگه دوست دارگه این بلوچی سیاست لاگی سخنرانی دارگه سلام علیکم ماجد نوشی فایده چی هم خشه وجه وجه جان دیده من دوینانی کوتورن که من باند امودش من منتظرم و شیرچا و چلی محمده کتا پشما بلوچستانه باند گنده فعلا شاید بیزار نام برده و جامعه تموریگی آتا رواب آتا بیچار سواس جان زیرسول Ömer saydık katapa. Koşun saydık ki bir geçmiyor daha kısaca. Ya ki kaç çizik tavgas tarafte baz zamanı दरगता ना वाला का जुबान मानवीय पता नहीं ये दरगता ना पाकिस्तान में यहाँ केवल मसाला से तस्दीक करो बड़े ये कार मशहूर जुबान गार करूँ दौलत इनडायरेक्ट दिखा रहा है गैर मुस्लिम शक्ल से तो बिचार दौलत दाम केरबन में दौलत है बांग्ला बस बिल्कुल आप बोलते शाम जुबान दौलत मानवीय में तो अंजुता है दरअसल ये बात कबूल नहीं करा बड़े शाम जुबान ताकत मुक्त पड़ती शिशु भाग पे कई लोग बात आती थी बिचारी में वास्ते केरबन बांग्ला बस ये बलोचन जुबान दौलत मानवीय में होता है इधर उधर ये रास्ता पारा चाबा और दस्तर ये बनते का चाहे शाम जुबान में फिक्र करें कि दौलत मानवीय में होता भले इनडायरेक्ट नागा मशहूर जुबान रोज बलोच गार बयान है मौत बारदान तो उसे आजाद है और चलवास ना जिगरो को सूरत बने वहां देख खबर करें दोबारा सयाक दौलत मानवीय में था दोबारा बलूची ने दोबारा गैर बलूची साकिस बलूची अंदर बहुत डालू मोटा मैचो करेंगे मेरा जैसे बलूची इस्तेमाल कर मारना सामने आते या और आदि बार बेचारे बलूची जुबान निवेशता जैसे दिया नश्ता दौलत हम इस बादशी जुबान बारा नकता यस्ते but all my zuban mixed but kanter tu zuban o diğer müneştak kayak keşara bu sazı uçar bu tavuk kaydı da bazı kitabında istokol bahsi takip edin bana bitti İlaç bitiyor da millet çizgi siyasi davaza başlıyor ki हम भी मसले हमें मसला अगर अंदर मसला जिंदगी के हमें मुख्य जरूर मसला चक्का सब के या जो मैं तो लगा शो हम भी मरीजों मिलता बेचारे मुफ्त के जगह का खैरबा मतलब खास लोग जुबान पर हंग ये चीज बैठ मसला से मर्दों और तो पता गुस्सा पे उससे ख्याल नहीं मसला से मर्दों 50,000 है 7,000 है 20,000 है 10,000 हर जगह भैया ये मर्दों ने तो खास जुबान पर है दूसरी लोग इसलिए कि मैं बादनी कर भी आए थे ये रहमतुल्लाह गुलाम अहमद बदल के बोलते थे अलहमद दीवान सियासी ने अच्छे इशारा करें ये गैर गुजरा बगा और जुबान मसला तब पेगरा में याद आदि में बल्कि इस तरह बहुत सारे हाथी जल्दी से बात दिन के डरना दरियागा मैं उसे पश्चिमा बड़ी जुबान में बड़ी पैराम में लेते बड़ी गुरुद्वारे ये चीज मैं बहुत बारान बेची मैं शहीद कई मुल्कों तक कुछ बार समझता मैं ये बचता मैं शायद बैठता बस ये चीजें मैं आपको देखने के दौरान वैश्विक जुबान आंचो कोई से दाम नहीं करते जब मर्जी भी करो बड़े वैश्विक जुबान इनडायरेक्ट हाँ और बड़े जिस तरह गार्डन में बात करना करो तो बात करना मतलब जो आप बताते हैं तो चाहे जुबान में जिंदगी मौजूद है ना जुबान में जिंदगी हिंदी इन्हें और ज़बान दरअसल तहमुलात इक़्तिसादी तहमुलात बाज़ारानी रवायत वाक़यात बैंक से बिगड़ना ज़हनी तरह से बिगड़ना तब तक हम इंग्लिश ज़बान गालिब में रहना इंग्लिश इस पे बल्कि क्या फ़रांसी और इंग्लिश बोलने तुपान को करना था चुनाव बात कारनाश बकने तो कारनाश बना शोध जितना
انگریزی زبان بالکل پیدا کسی کا اون سمجھ چھ واسطہ اختصار بڑے غالب زبان همچین چیزی وارد بڑے بہتر قانون کو تعامل ہوتا جیسے وہ خودت بدلی قانون بدلی وقت کجا چه اسمارت ہوتا بدلی شخص داخل عربی شخص داخل كان نفس الطريقة التعليم الحياة بقى ما مش هنستخدم وبراسيل المدرسين دي أدوية مثلا أنت بنجناسي كانوا ريشة أبي كانوا تربيه وشو كذا بال جدي أدبي يكلام تجني يعني سبا شات كان كتابان تو أقول إنسان أدبي بس جندر كان بالك مكان لقي بزمان سامبال النبي نارو لبابا زمان دان كذي زمان ممكن زندگی يعني من تو بلوچی اپر کے گجر نہ پانی زندگی مو بلوچی اور کنا گا یعنی گجر بھی دوسرا بدر سے کہ میں اختیار نہ پانی دو پانی یاد کرنا پانی زبان زندگی شیا گوشا یہ زبان لکھ بیگری یہ زبان ور بیگری ادارات تک ریاستی پوستان سر تک مردم گوی زبان ابر آیا اردو چه آخر ماشون بگیره من واسرا وہ زبان زندگی بات ہے زندگی بیگ انشاءاللہ پرچی اترنا امید دکنے پر زور رکھے مردم لکھنا کتاب چاپ کرنا زحمت کشنا چند سرود کرنا فرهنگ آنه و یه چیز هم آتی قبول نکنم که آنه بلو شرط چما پاک پاتی را برکنم آنه نبر اصلا دروغ نی کپا کپ اردو هم پاک یا اردو یا انگلیزی هم یا بلوچی که اردو انگلیزی مثلا اصلا نفهمی آنه نبر هم که گوشی یا پاک پاتی را برکن چما را اصلا پاک پاتی نه تو گو آنه که شرط چما را کم ته بیتگن آهن الوٹی گورنمنٹ کان زبان از بین برو بلا آنی چمای مکتب نفتا خیر از بین بلا خرابی تا کم یعنی من نیامک نزورتر کو کم خواسته و ناخواسته آیا آهن دابا اردو آماچن انگلیزی آماچن اردو وات انگلیزی آماچن لگت مال هندی رو انگلیزی لگت چیه ابر کنن یہ اردو والا پنجابی چار گاله انگلیزی یہ زبان یہ دیگر سر اقتصاد تعاملات اقتصادی سوار گردن عکسی گا دنیا درو وارین دنیایی بیرالم عرض تقاضای کسی دعایا من عرض تقاضای شبیره به نطفال مدر رسول گرامی ببین گپی که مهراب جد و رسول بیشیه تایید کو من بی تایید کنه گیا چیه؟ به خاطری که مروچی از زبانی که کلن در اصل اسیمیلیشن طریقا آستا زبان گار کنه گیا این سیاستیه که به هر حال حاکمیت طبقات حاکم جا دودره بیدک در حاکم ایشیا شموله شما بگید بسیار چونش بار خودش جا شموله ده جا شموله اصلا مرزان قبول نه مکر بین جواب شموله مکر خدای نما بلوه چه که تو نکر به هر حال نکته شیه که آز زبانی که مروچ زنده هستی بچار زنده زبان زنده هستی این صحیح گفتیه ولی زبان در نزد زندگی یک مردک بی هسته یعنی تو شما نازه میشه یک سیده را نچارین که زبان زندگی زبان مردک بی بیتی بعضی زبان گار بودن تاریخ توکا و مروچی اگر ایشیا صحیح نچاریم این انو آز زبانی که بلوچستان توکا دیمار وقعی بر حسب محتوای زبان کلگاهی که دیما بره مثلا در کردستان طرف گیری یک کلاس کردی شرکا 13 سال زندان گردی یک زبانه ولی مثلا بلوچستان این کار نکن چیا که مبارزاتی که 43 سال به طور خیلی اکتیو در کردستان دیما شده زانه که اگر او دا زبان کردی ها اجازه بده رشد بکنه ایشیا مسئله کاری اگر مروچی بسمده که زبان بلوچی بی همچون محتوایی را دیما را بگه ایشیا بی دیما را گیرن مروچی اگر با زبان بلوچی ها کلن به خاطر محتوایش هسته یعنی چی؟ یعنی وقتی که دودر بیدگی که نصف جنینان از نظر فرهنگی
بند کنگه ای زبان و یا کتاب هایی که اصلا اما گپی که من زدم کتاب هایی که جدا نکنه ای دین ای نظرم افکار انقلابی ای افکار نظرم عقب مونده هسته وقتی ای کتابانی که تولید بیگه ای چیزان اهمیت نداره فقط زبان دیما بره این خوب طبیعی ایشیا کلن حتی سیاستی که دیما برگه آسیملاشون این زبان کلن این زبانی که به صورت محتوا خرابین چیزان رو بی باتی توکا داریتی همین نظر یک نکته بی گوشم که باتی گپ ختم کنم آبی ایشی که زبان توسعه بی به شکل منحنی دیبارتی اگر بلوچی زبان رشد کنگه جامعه بلوچا به اصطلاح کتاب چاپ بگه فلان این بر حسب مبارزات کنونی که این دوره خاص هسته ولی مثلا 10 سال پیش همچو مردم بلوچ بتوانن این چیزا دیما ببرن خب کمتر بوده و بلوچستان پاکستان رشد کتا به خاطری که اونا یک خاصیت دولت بلوچستان موجود است یک خاصیت دیگه داره بنابراین این چیزان اگر باتی تجزیه تحلیل توکا نکنیم این غلطی من این نظر غلطی نتیجه رسیم که من این نظر وجه دادور این نتیجه اشتباه کنه گه منت والا تو من منظور نفهمم من 7 سال اول بودم که پدر روت مارکسیست پاکستان ما وشه بلوچی زبان تان وشه بلوچی زبان محتوا بعد مبارزی ببن جنگ ببن چوب ببن نیگوشان نیلی دیما راگو ما وشه و جنگ چوب نه هم شعر شاعری هم گازوی چون بلوچی हमें कैसा कहानियां बलूची ईशान बोल के एली ना मोर आसन जेड़े फेगरा ने तो शदन जब तक जेड़े न के इसमें लास्ट न और शार न मन और लास्ट जोरी बिल हमें दाबा मलेक के मोर बेली शार बस बेली मोतवा मन के ने वादा वक्त कोडो तो मलवट लास्ट हमें दाबा शार बा हमें दाबा मोर बेली हां शार राम तो मौजे बिनवी से मोर बिजन शार न लाइक के वादा जोरी मेरा गांव तो चांगा पे सास के یعنی مقصدش چیه که تو وقتی فرهنگ حاکم را دیما بر تبعات حاکم را دیما بری ما برین تبعات حاکم ما دیما برین اصلا ما لاس از شیران توکا ادبیات مثلا شیران توکا اسلامی دید دیما را بگری و یا جنینان و ظلم همین نهانی انو یه بغالی واندیشی توکا مردانه خب بعد سالاری در اصل چیز کنه تقویت کنه گئی خب این جنین یہاں لگتا ہے مغالا جنین یہاں لگتا مغالا نویسنده هم جنینی پس لگتا که مردان بله مهم نیست جنین بی خط مرد سالار تفکر داری این بی هسته بجا ما گوشیم ما اول بنام قادرها انظر جلال داورا دارم نظرم فلان باورا بوبکر سانڈی عمرہ عثمان شیر حیدرہ دموی چاری گالا نلکیں شہر نوانے مر کہلنا شہر نیلنا شہر تیگا ما آقا نبنا شہر بیجا آتی کیسا بگو نبینا تو ما خیرات تیسرا نبی دیگه چیزی که سامکی من دورم گوشون نه بوش کلا میرا دنو دستیں دکمی دستان کڑی دستان شهر بوش پتر روا بردن شما روا بردن درامانی دکتر روا بیجن نگوان باز سبانی آدم شما باز مرچی روپی تاچین تا بله عبدالرحمن ودی تندوره قوات میرم تو عبدالرحمن هست روا پاک رک کلامش دا روا سازی این کاملا شاش تندوری یار تو تی رو تندوری واقع تنبوره که دیگه نه بچه که من کام کو پیش داشته آی واقع کام داشته ما پاجار کشار واجه دکتر سے دعوت کن تلی که بولتا دکتر واجه عظیمه یک چیزی هست البته من یک نقطه بشم اگر رسول اجازه دن تو مکرم بچه فرهنگ تنه که زبان نه این که مشمه زبان ایدی مادی میکنه اشپوت لباس و پوشاک و عادی مراسمان گرفته تا که تا بالاخره به زبان رسی شیم
فکر در نظر بگیرین البته منظور علم وقت هم زندگی بود منظور وقت باشتر تون توجیه که منظورش نه که سیاست هیچ تأثیری نه اما این مشمول دولت چین برنامه اینه یک مشمول زبان کار کن و آفرین بالکل آقا ما یک پیشی که لوتی از بین ببره اسیمیلاسیون अरे शबीर मालूम नहीं है यार पाम है शबीर ते यार पाम था उसे बाबा किसी जुबान दे काब है बाबा खुदा खैर बनाती गोटा छो बोर्जे बती जुबान ما تعشری کو بقول सारा दिन का बशारियां जुबान है मगर बाबा ते मकसद है कि شما जुबान किसी त्रोंदे जुबान नहीं कि गार बकना केलन ते लहने जुबान पढ़न ते मजहब दीन पैगंबर इसे गार ना करना मगर बाबा हम ये तमाशा रहे ना ते अबर वो पामेन पता चेता तर्जुमा करने صد मेरा ड्रामा गार माले जान और ड्रामा صد بهم توضیح دک بابا مثلا دولتانی که زبانان دولت پشتشن فرهنگ یک دولتش پشتشن آیا او تو درتر و شو کوری زانه شو کوری هم زان که ضرب بی دولت بیش حتره میرم باشه نروکی یک جزئی الان مثلا که دوستانی که همش سیاسی تفسیری کنه من یک جزئی ها که پچه ای زبان فارس که مثلا ما معتقدیم که دولتان گار کنه و بعد علتی ببی آیا فقط شین که این قدر آنگام از زبان فارسی گرفته که بیاین پاک فارسی بار کنه نه هیچ اصلا نگران شین نه نگران شین که شما یک اقلیت منسجمی بیدفال زبان بلکه برای آین سیاست دوچار مشکل ایجاد کنید آیا دنبال بود مسائل دنبال شین نه که شما بلوچی مثلا یه خبر کنید فارسی خبر کنید و در شک ما گلاشن که و دو چوکان فارسی خبر کنید دیگر خبر کنید یه منوت خبر مثلا نیمش فارسی بعضی عامل این باعث بوده آیا پاک وقتش باخته و بالاخره معتقده که چوکا همه فارسی برکنه واشتر تشکیل پدی باند یاد بگیرن دیگرش مسخره مکان دیه و همسایگی واشتر برکنه و هم کلاس واشتر و کارو آینو نی اما می فرهنگ تی 100 سال بعضی چیزی ته اصلا فرهنگ در زبان گرفته تا پوچ گرفته تا دیگه مراسمات گرفته تحت تاثیر بعضی چیزی من جمله سیاست من جمله اقتصاد جمله مثلا عادی تاثیراتی که ارتباطات مخصوصا اما چیزی که الان گوشی اصلا این فرهنگ کلا هم زبان زندگی چیزی وقتی ارتباطات گشترن تاثیر دارن اصلا چیز طبیعیه و این هم ما نگران ببین که حتما مثلا یک چیز مسلطه بر ما پیتمی فرهنگ دارن عادی عامل ما فکر در نظر بگیریم تی حداقل 100 سال تمی بلوچستان بعضی چیزی عوض بوده یک کشی که بالاخره نظام سیاسی که اوله بوده ملوک طوایفی ایگار بوده بعضی نیشی سازی سرودیان آوید پانگ حاکم بوده که بالاخره ساز سرودی جتای داد و دهشت داد که حاکم که یک دفعه گار بود شان نام بیچارگان پاک گار بود وقتی نان گار بود دنبالش نه اینکه برو ساز یاد بگیر دنبالش این برو کولاری بذاری تو من چه شما جب ذره درگیجی تو نانی درگیجی پروا اول نانیش دیگه جگه تامین بوده بعد هم دولت مدرن کیات آیه اصلا سیاست برای اسلام سازیات بعضی ذره دوره ای هرچ کو که معلمان فارسی بار کنه معلمان کارمندان دیگه می پوچه آی پوچ فارسی دادن کوشالواری دادن پچی دادن و همین دلیل که اصلا ایشان کار کنند یک سازش کنند همه خطر آی سیاست دچار مشکل میکنند بعد همزمان و همشان یعنی ایشان فهم در همین حداقل 70-60 سال بجمع میافتن یک دفعه یحت مولایان دیوبندی که خیلی فقاهتیش دین و آیین دی ایدئولوژیش دی شیم تاثیر بازی هست و شاید شی تاثیرش فهم گشتره و اصلا از درون می بازی مسائل فرهنگیش شاید ریشه درکو یه ایشی که تغییر داده اما این وقتی پر تضعیف بوده بعضی چیزانی هم تاثیر دولت مدرن کمتر بوده هم مولایان تاثیر کمتر بوده هم ارتباطات گشتر بوده بین یه دیگه معلوم البته یه گنده بنجویان 20 سال پیش من میشن که ما فهمی محیط من فهمی جامعه حداقل 20 برابر بوده ربابیان گشتر بوده ساز سرودیان گشتر بوده آیه که آوادی مشکلی بوده چنگ ربابی نکورت وقت نکورته ای وحدی دیگه جگه کارمندی بود اوقات فراغت یه دیده چنگ ربابی جان دیگه کلاس موسیقی شرکت کن
یه وقت اصلا تغییر کردن چوشم نه اینکه سیاست تمام فرهنگ و ایدئولوژی رو پلاشین تحت. البته یک چیزی هم هست، تمام جامعه دنبال یک جامعه این که یا یک بسا فرهنگ دیگری که احساس کن آی اجماع غالبه و تقلید کن خود نه اجماع رو چی. اصلا ابن خلدون نظره همشین تا یه وحدی که یه وحدی مثلا یک جامعه شناس یا گرامشی فکر کنم فرانسوی هستی اصلا در مورد مد نظریات تمام در مورد مده که مد چون که شکلگی مد چون که غالب بی بعد مد چون که از بین رو و مد بخشش فرهنگ اصلا فرهنگ سازی کنه. بهتون بگم که سیاستی که یه دستمی ملک غالبه درست نیست برشین مار حمایت مکن، اما این که در هم موقع ممکنه مارش بین ببای نظمانش بین ببای و این همه جای نگرانی نه، یعنی این که در کار فرهنگی وادی دربی و در این حال که من ارتباطات گشتر بودم تلویزیون رادیو من باز خبر نکنم گشتر دیگه رسانه نیاتی به کمک ما مثلا مواد هر سری کرافته بود چابهار لحظه سیده شاد معمولا نیت که بعضی فیلمش دوبله کرده این فیلمان اصلا مردان که بودی یا نمیدونم همین تامجری دیگه دوبلش کرده و شما واژه فارسی و چه بلوچی بکار رو ایشان اصلا ما یارتو بودتون چهارتای چوکان چهارتای بلخری کمتی شاید جبران آن هم رسانه هایی که پاک فارسی برکنه غیر بلوچه برکنه هدایات رسانه نمیچاره شیطان جبران کنه یه فرصت به دست ما یاته ما تونش فرصت استفاده کنیم اذا ما هم مقصریم نیش که با سیستم مقصر بوده من نطور می آهست رباب پاک را لمجا دیگه سرا رادران طبعا كانت معنا دكتور قید بوده وجه وزیر اعظم دنیا رو یه سری سوالان تمام دنیا باید می‌داره تبدیلات اینترنشنال هم تمام نشنال نه توی دنیا حالات باید بدن سیاست یه زبان چی مزنی پدیده یه سیاسی این گواه بچاره اصلا مردم هیچ نگیندی که باید خاص زبان شناسی بچاره با زبان شناسی اماده تو چارت کن تا علم زبان شناسی ببینه هیچ زبانی خالص نہیں بلوچی زنچی تیرا جب آسمان نٹو پتا زبانی چدا چیزیں گپتے آرڈ بیتا فارسی آنچو پشتو آنچو ہندی آنچو انگریزی آنچو سوئدی دنیا زبان یک دیگر سیاد وارسان دیانت گران یہ چیزیں نہیں کہ ہو اللہ اوت بات بیچارہ بچوان نہیں اس کس بیچارہ نہیں زبان گار نہیں بلوچی 20 میلیون نفر از نبر کام کل گار ہوئے آخر یہ نگرانی انگار کنے ہوتی اما کار روزگار کنه و شاید رباب بجنه رو بهتری علام رباب نجن علامجا تو نباید کوئی ناشتا کنه بندر عباس و کلا مشاورات رو چوره زبانش بیره روان دیگه راجع بچار اذا که علام تهنا شریعت کن تو پانکازی نشتا و عبدالرحمن هم رباب نجات عبدالرحمن تیجو سے بلوچی کار بایگن بیای اور ملکا برکن نوشتو کنه مالی ملکا نیسے مالپا بلوچی کنه ما نیستوی بلوچستان مردم بلوچی پا شما گوشه نگدیری وابیا بسار میں برکن نوشتو کنه علامجا تو نباید کوئی ناشتا کنه جواب اتے اگر گوره داسا جاس کی جگی نا مردم توشتا بلوچی نکنه منش تو کنه پاک بلوچی کنه تا جاس کا بلوچی کنه آدم تر بندر عباس کار کاسبی تعاملات رابطه آمدن گشتره وجه انسان اما کارا کن که راحت تری مردم عادی کار نہیں پتی زبان و مردم عادی اما کارا کن راحت تری بلوچی زبان اول کنه تو بلوچا راحت تری بلوچی کنه بچه بعضی خبر شما وقت کوئی گاڑے بارن مروچی هنچوکا واجه کارن جهانی و ایدگرات گرا مسالی آور منی دیگه پای مسالی آرا ای پا بلوچی گار بھی وہ درات کنے کہنے چی واسه گار زبان بلوچی تے خطر انگار زبان ایس خطر نہیں پھر ہم مردم بار بات منی بله زبان منی چنه بله یک چیزی که عبدالرحمن په درستی گوشت که مثلا ترس پچه دولت مرکزی چه زبان و فرهنگ بلوچی ترسید به نی خاطر که پوش یا هماشل نشنالیزم زبان ترسید تو نزان مارکس دولت فاتحه گره و چار کتاب تو خان کلاب کرن اگر تو وتی زبان و فرهنگ
بداره تو ما و آیان کشک ما و آیان کشه هیچ کس که نی ما همش داشته کس کشک کنی ما و آیان هستن گرچه هسته ما خیلی بسی کس کنم گارم برو بلد کس کن کجا کنم گارم کس ترکانی گارم می گارم کرده گارم عربه گارم لوره گارم ترکمانه گیرکیه مازن کس کو درو هستم و جاییه رن کس کنم زن کجا گارم بابا بلوچی گار نبی شما پچی نه آیت زبان آتی زبان تو یاد الان که اجازه ده یکم کشاریه ای زبان و فرهنگ تی چیر فشار کو فرهنگ مخصوصا که بنی خاطر که همه کشک لوٹی کامران تیر بکن نه گرزم و این کشک بلا آی کامیاب نمیتا ندارم آی بلوچی آی نه منا میشه بچه الان میشه که تو گوشه تی هم گپران چورنه که سنسش من نه ما هم تی بران واشی سر پد کامیاب نبیتا بالکل منگو تو پاکا بلاوتی کوشش تو کنه گنده نه کوشش تو آدم نکنه آدمی دکته بابا گشته چیزا کوشش کده کامیاب تر بیتا یہ زبان کار کنه آدمی کوشش نکنه مو گنده کول نه مو تو کو نه از ایشر وسی نرسی نکبا آفرین خلاص وسینی انتو زار دیگه وسینی انتو آهوگان زندگ دارگه وسینی دلا ما چیزان چیز دلا یه ما رحمت الله علیه ما ظاهر گنده که وسینی بیواستر با بهرحال همیشه همین روچه که ما مرچین روچه گنده کنه حالات حاضره یعنی ما دل حالات خدا معلومه ظاهر مرگنی مرچ کا هیچ نکنه ما ما چوکا نام دار کنه شهر دنگر کنه شهر پریدونه کنه شهر آیا پارک نپڑی آئی واسطه ما وطه کنه پریدون بودم ما میاریگه نه میرالم هنی یک چیز تر باشه هنی که واحد توکا بلوچی نسبت به قبل هنی جوانا گیشتر شوق بالکل تیار تر بیتا هنی تیار هنی ابریکو میرا بدرامانا وہ فیلم گور فیلم ترجمه کنه گا کودک ترجمه کنه گا زبردست یہ ناس جوان بابا فعال ہیں یہ میڈیا نوکے میڈیا سوشل میڈیا انچو جن بوست کتا زبان بلوچی یکی بیج مایوسی پھیلائنی زور مردوان بوشی ہوا بدبخت بیتو بیچار تمہیں گرد بابا ہما توارتنے زمانہ کا ہم بلوچی زبان گارنن تا انی روشن زمانہ کے وہ انی روشنائی انی بلوچ ملیون تعداد تحصیل کرتے ہیں زبان اوتگاں زمانہ وہ چوکاں یاد دے گا نہیں آج زمانہ شو او جسم یا نظریه یونسکو داتا کرنوش زمانه کا که ذات زبان خطر ہے تو کہ شما مورتے یہ تک میں زبان گار اس میں وہ جہن چوکا یاد بنا اس میں چوکا بڑی بلوچی بکن گار نبی ہر کس چوکا یاد بنا شاباس چوکا انگریزی کنا کس چی کنا گتے لیڈر ہیں اس میں اور کو میرالا ادارات توکا سنگت میں گپ پہ جن کوتا مانی گپ پرچ کوتا گپ جنگا یہ ادارات توکا ایران تو چاپ بلوچستان توکا همکار بلوچ و موت بلوچی کن متوجه مدارسان توکا ما که دانش آموز بیتی که میں زمانه کا موتی هم کلاسیان کو بلوچی کو تا حتی میں گجری هم کلاسیان بلوچی فهمتا متوجه پس آوره دانش آموزا پارسی چه بلوچی کنه دانش آموزا تمام شد دیگه چی اشکماشو نشته سوارک سازه میشه اوشم یه چیزی یعنی طورسیه که مثلا باطلی تو کوه پوستا یا من میاد باشه اوه ما افسه بدبخت به من مکه ماشمالا واه یه سکی دوزدلیه 20 میلیون راجی مفت کلزی بدری دلاب ببیوا بابا من هزاران کتابا میلیون مردم بچه دلاب دلتره که بودی جودا بکنه بچه دلاب پا ببی آخر کوشش کنه من بجا دلاب پیان میرالا آیا که چه نکته کم که تو نه برو یک کنه نکته است میرالا یک نکته است از لحاظ نوشتاری یک مت ارتگاپان کاملا دفاع کاملا میرابا باید ساتھ بدیا نا از لحاظ نوشتاری بلوچ زبان در خطر این پرچی واسطه که مدارسه تحصیل نبیگی این یک الزامی که باید دیوید بالکل اسی یہ زبردست من قبول بلن یہ اسے مولا واسطے اندی کنگا مدارس دینیا یہ کارا کنگا یک دوم اسے قانونی یہ چیز دیا نا بلوچ اپا مش دومبا کی اجرا ببی قانونی ہے یہ بلوچ راندا ہے اگر نمازہ راندا مردم راندا دانشگاه تو کبھی پر مدارس ہم بھی یہ ببی نا روز بلوچ گشته برای دیما رو پوستا نرو بگوانه علارا می تمام مشکلات که هستن بلوچ ما گنده هر روز انی بلوچ لاج کن مثلا چوکش بلوچی مثلا 10 سال پیسر فخره بیت من چو واش پارسی زام مثلا مرد واشتا انی لاج کن گوشی من چو بلوچی بلدن مثلا پتیمان است بی دکتر بی کارمند بی خجالت کشی چوک بلوچی مثلا ایش دیم روی پاد روی دیم روی نیستی نه دیم رویه اگه شی راست دیم رویه آقا جان وقتی
وقتی نهاد اساسی جامعه آموزش پرورش آقایان دستایی شونه رسم واجه شو واجنه بلند اینجا بزاپت نه باشه سگلین کرو شش مزانه که مزابطینا گدر مراحلی هستن مزابطینا بهایگین چاره که زند از رنگ بیاگ تا سند بیاگ تا بهای بیاگ بند بعدی چیه؟ مزابطینا بهایگین بوش و جلی تا بوشی جنک عشق و هوایگین دور مراحلی هستن مزابطینا چه سند بیاگ تا بها بیاگ تا سهر کنتان کنکان مثلا شعر هسته؟ چی برای یادیان وارتو مزاتی سور کا کنکا یک مزبا کجان جنک مزبا کجان لونتان جن مزابطینا بهایگین جنک عشق و هوایگین جن مزابطینا مسوندانه زایی برای شهر نگوشگی برای ها علی شی نوشته کنه دیم ده پرمت بکچنر؟ ها رای دا
زحمت و من شیر لوشت بگوشم که بر زبان گو فرهنگ غربیه که مخصوصا پتمات مسترین زمواری بازی حکومتی هنچو که واجه مکرانو گو قدرت سیاسی ببید و عمدن بلوچی هم چیکاری بکنه. وقتی جمهوری اسلامی یه چینی است و آمریکا یک شما رو یاد ببید بعد آلمان جنگ جهانی دوما مارشال کمکی که داتی اما جورج مارشال که نخست وزیر اتحادیه آمریکا مردم چی باز کسی پاشکنه بود تا آمریکا پشتی مثلا قرارداد چی وقت گرد گوشتی که من درصد یادنه 60% تا 70% ما این کمک مالی کنیم و تیم وشنام کو بل پاشکنه بود پشتی وقت گرد که می فیلم ها باید مصرف بکنید آمریکای فیلم ها مصرف باید بکنید تا 60 تا 70%. یعنی جزء قرارداد شما باید فیلم تولید مکنه یه هالیوود مزنبیک دنیا جهانگیر بیاک یکی که همه کمک مارشال هست در تایید حرب مکران ولی جمهوری اسلامی خدا رو شکر همچی چیه نیستد که همچی کاری بکن ولی به تماطبتی اکتیوی انتخاب بسیار مهمه چه ملک توکا چه دنده مثلا ما او تو چوکا هنچو کد که وقتی که به دنیای هست لوگ توکا ما حتی وقتی که بعد کودکی هم شروع کن ما وانمود کن ما سویدی هیچ بلد نه حتی بلوچی شهر یاد بگی نوشیم که رنده سویدی که مدرسه یادگه و چوکو دوستان محیط جامعه بلوچی لوگا رنده که مستر بود هم پدا موقع که بل فارسی دست مده انتخاب زبان مادری چون بلوچی شهر یاد گرفته مدرسه توکا 1 ساعت در هفته حکش هسته فارسی یادگه یعنی پتمات دسته ایشی واجه کارگو و واجه علما سخت جاربین که هنوش یک اجالتی بی پتمات که چوک بلوچی برادنه پیسر برعکس هست ایشی اگه یه فرهنگ جا بکپی جای امید سخت واجه یک جوستی بکنه تو من اجازه مطلب جوستی بکنه شخصی نہیں من جوش بکن अच्छाई गप पे कॉल बलूचानी का ये जद गालिया विशाल चाय बलूची व नजारा तो वाजा आदि है शुमे जबान बलूची शेर शायरिया सक पक्काएं गप पे जानेगा इन्हीं निशान तक शुमार बलूची जुबान सक दोस्त भी ना नहीं सब दोस्त भी वाजा दोस्त भी तो बाहो तेरे ब्राता वाजा अजीजा शुमारा या वाजा हम आमदा में संगतन एक मुबारक की बड़े बड़े के मंगाती वान कनी این نشان ده که شما روتی سرزمین سکباز دوست بی بلوچی زبان شعر شاعری بگر بدا خو بلی ما وقت سر فکر کنه ما وشا بلوچی زبان مثل واج عزیز دادیار سک زبردسته آنیه کماش یا مثل شما نه بلی از لحاظ سیاسی ما فکر کنه دوستیه که بلوچی زبان شما هستی از لحاظ سیاسی شما کامل چون مرکزگرای منی گپ درسته یا نه ما چون وقتی مرکزگرا نه مرکزگرا باز فرقه اشتباه این مرکزگرایی تا اشی که یکی بلوچی ببید ایران فرهنگی هم دوست ببید فارسی زبان دوست ببید مرکزگرایی نه ما وعده که ما باشیم که حتما باید فدرال ببی بلوچستان تمام حقوق ببی مجلسی ببی زبانی باید برجا ببی فرهنگی باید قوی تر ببی ایداب هستن چه مروچی اینجاها ایشی دال برش اینه که ما مرکزگرا ببینید برعکس مشخص مرکزی دور ببی اوکی بلکه من یه اشتباه بیتره بله ما از لحاظ سیاسی از لحاظ بلوچی شون چون ما مناچ پاکاتری بلوچی نه واقعا بلوچی حساب بله مثلا از لحاظ سیاسی شما مثلا من تو احساس برداشت نمی بیتا گیشتر تمرکز به ایشین که مثلا بلوچ ها که حق برسی بلوچستان سرزمین که حق برسی بله سیستمی که مثلا تمایل به مثلا حکومت مرکز ما تو مثلا برداشت کنه نه اشتباه ما فدرالیسم و جور بلوچستان و تی مجلس ببینیم حتی ما گوش ما یک رو به تو که چال بجن رو من اشاره کو که من تا جای چه کته که من همه سامانی حقا سویدی توکا من همیشه مثال جنو که یک قومیت هنه چه سویدی کاما فرق کنه رنمود و پوست و زبان و فرهنگ حفظ کنه بوده همه دا که سامان بودی حقی بوده من سویدی توکا بلوچانی هم حق این کردانی ما یک تریادی من گو که مجلس نامنش تینگ یعنی مجلس سامان سام تینگ
مگه که مثلا سلطنتان رومات مگه که بلوچتینگ، کردتینگ، فارستینگ، لورتینگ بده بچی میبی واحد یک سوید ترکی بوده بچی ایران ترکی میبی مال چه کم تره. अन्य मंगला दोस्ती का मकराते में बिल तो इशारा तो फेडरलिस्ट رسول جان واجهان ببخشید ببخشید واجهان این اتاق نظم چطورکای دهران مردم مایک جانت هیچ کس نگیندی هر که به سرا خبر کن تو رو چون نبیته منو انتقاد هستم واقعا نقدو هسته بانکانی تو مدراتور تو دیوان دی اما بار منتظر اجازه هم جوسا بکنم چه بانکانی دیوان تماشین سرماسته اگه اجازه بدهید واجه مهراب شما را جستی هسته؟ نه من دوستی هست چه رسول چه جست کنید شما؟ چه اوکی واجه مهراب شما مهربانی کنید 2 دقیقه صبر کنید ببخشید واجه رسول بفرما منتظر वाजाली मैंने जो से तो इशारा को तो फेडरलिस्ट लुटे या हमारे अब तमाम कोली जो उसको फेडरलिस्ट लुटो का इस्तेमाल लुटो का लाठी दौलत मिली लुटी थे लाठी आखिर मिली बड़ी दोस्तों शारीरिक तरह जवाब भी बरूची से बहुत चुपुशी लीडरों दावत करी शबालूटी के जुल्म सितम इस्तेमाल बाज़गी बेचारगी बिबिते वक्त शबा फेडरलिस्ट के इस्तेमाल हो गए या कोई दौलत मिली हो गया कच कुकार सलावत करे अर्जा अंचु बिबिते अली तई याद के मर्दों केस बुतांसी में शायद लोटे मैं बादशाह को बेचारा बिबी हम फेडरलिस्ट तो का इस्तेमाल तो का यदा इस्तेमाल बारकशी स्टोर का ची करे इन मैं मर्दों मन पे तो मौत बादशाह किया अन इस्तेमाल चेहरा बादशाह की बेचारा एक बार करे मार ला अपना रसी रंदा बस में इस्तेमाल को हमें दावा करी कि देख दावी आ रही मैं नत वक्ती یه چیزایی که شما گوشته واجه رسولشان باید اولا بررسی باید من همچون تخصصی هیچ یک چشانی نیسته اما یکی که بلوش حکمیه حق شرط دیگر ببن اما چیز باید متخصصین باید نظر بدن کجا یک بهتره استقلال بهتره فدرالیسم بهتره ببخشید واجه رسول شما گوش کنید واجه علی و تیگه با حلاس کنده نو اگه شما پدا کامنتی هسته شما موقعیت این کامنت بده واجالی من نظر میشه که همون سیستمی که بلوچ حق شرطه گرفت ببین چه بدبختی ها فقر ها یا بیکاری ها و حق و حقوقان فرهنگی دیگر ببین آ سیستم شرطه نه گوره باید مردم یک رومی بجن یا سر فرصت متخصص با دعوت بکن بحث کنه ببین کجا سیستم شرطه که هم جنگ و جدل ببین هم کنفلیکت مبی هم حق مردمانی گرگ بیتانی بلوچانی نه دور کامانی کردانی بلوچانی هر که بوتی حقی گشته تلاش کنش طبیعی بله همه چیزی که شرطه بلوچ حق گرگ ببی دیگه من تعصب نیستم پیشی که فدرالیسم ببی یا نظام دیگه سیستم ببی بلوچ حق شرطه گرگ ببی ظلم کمتر ببی حکومت مرکزیانی تصمیم گیری دست کوتاه‌تر ببی واجه رسول اگه شما همین آخری کامنت ها بکشید پچی که من دوست میشینم چون علی آقا باشی من شهر آرزو من فقط یه چیزی دیگه گوشم واجه دادور باز ببخشه من نلوتش می دیوانا مدیریت بکنم تکنیکایی شما باید مدیریتورت هر وقت شما لوتت گپ کنید یا کسی یا مایک بدهید لطفا این کارا بکنید واجه رسول شما بهتی جوست بکنید آخری جوست شهر آنجا واجه مهراب و مایک جد شهر من جوست چطور کنم واجه علی جان آنها من کار نیست تو وارد من فدرالیسم بیارتم تو بنا همین فدرالیسم بیارتو که حتما ترا تحلیلی هستید آیا در آینده که تو فدرالیسم بیارته آیا فکر کنه که استثمار و برکسی گاربی و بیته بس ایشه من جواب بده طبعا آن بل استقلالی من جواب من شو کمتری بیها برکشی کمتری بی بچه ها که مردمانی حق تعیین سرنوشت وقتش گشتر بیته فدرالیسم که یعنی طوری به که هر که بوده مخصوصا زبان سک مهمت که میشه به همه رومتی و که خبر کنه بو هویت مردمان هر کامیه خبر زبانی لباسنی دو دربیه دگانتی رسم رسومانتی و به یه صورت ببین که هر کسی یعنی بلوچستان توکا
در کنار فارسی هم فارسی شهر یاد بگی هم بلوچی ها بچه که یک بلوچی برای هر جای ایران تون سفر بکن بتون یک بلوچی تون فرماندار دیگه استانیان تون ببی یا تون تمتر نخست وزیر کشور بیان علی جان جستا سرپر نباید الوری جواب بده خوردم من سرکچی نبرم فرهنگ باره عبر نکه تا جست نه بچه استثمار یعنی فدرالیسم چه استثمار یاری من ایشی متوجه نیم که فدرالیسم چه بهره کشی یاری که بلوچان من ایشی متوجه نیم اون جواب بده در جامعه فدرالیسم آیا استثمار و بهره کشی هست زبان بل در مورد استثمار بستگی بهره کشی و استثمار بستگی با سیستم های اقتصادی کشوری بهره کشی استثمار بستگی به قانون اساسی تمام کل کشوری بی چقدر رعایت بی چقدر مردم ها آگاه هم که میلن سو استفاده کنند بی ممنون سطح آگاهی مردم ها من جواب بده پروانه مدش جو بحثک پینگ-پونگی من متوجه نیم که من متوجه نیم که منظور چیه اگه تر یک توضیح هستی که فدرالیسم بهره کشی بازی گل توضیح بده واجه علی واجه رسول جست اشیت که فدرالیسم توی کار استثمار بیت یا نبیت و شما جواب داد شما گوشت که بستگی هسته بهشی که چه قانون اساسی ببیته چه نوع دموکراسی دقیقا فرم قانون اساسی دقیقا و من فکر کنم این سوال جواب دیگ بود واجه مهراب باز مایک جتا واجه مهراب بفرمایید من نه سیاسی کنم و سیاسی نکنم من چه فدرالیسم بچه که تعریفان فدرالیسم من زانا و ما هم زانا واجالی فدرالیسم تعریف من زانا آئی من جوست نکنه واجالی که من جه رابطه تان پده هم مرزا یحتان واجالی شبیه سازی کرد مثلا گوشی که سامیان ای حق ته نروژ هست من نزنن واجالی سامیان و لپانا ایشان ته چه ساله و ته چه شرایطی ای مثلا همه پارلمان سامیانش داتا ته چه شرایطی و ته چه وحدی ته ای وحدی که تقریبا سامیان دیگه از نظر هسته اجتماعی و تجزاست داتا یعنی و وحدی که اشاره تشبیه کنید و مثلا بلوچستان من فکر کنم ده یکم مشکل زاد البته اگه مثلا سر سامیان یا لپان نروژ خبر کنه که سه آیان جدا هست دوته سامیان سویدن یعنی که از روچه که سویدن یک از کشورانه که 400-500 سال یک از اولین ملت کشوران دنیا هست اصلا یک زمان روسیه تحت ساپنچی بوده یک کیو هرچی گوشه ایشی بولاری گوشه چی گوشه علاوه شبیر من کارکت کن بولیار یک چیت روس هستن بولیاردا ایشاواتش واکینگ نروژیه بله ایشی یعنی تقریبا درست از چی بسلا سامیان آگاهانه خبر کنید یا هنچو پارابل یا خط متوازی کشگی نه سامیانی به جریان چشن که سامیان سویت توکا هم تحلیل بودتگن تبعیض بودتگن مورد تبعیض قرار گرفته بودتگن همچون که ما بلوچان احساس کنه که من حقگارم بازی حقینگار بیگن فرهنگ ضعیفتر بیگن زبان مورد خطر قرار بیگن سامیان همچون بودتگن سالها حتی تا جایی که همچون معتقد بودتگن که مغزش کمتر کار کن تا جایی که حتی جمجمهش برتگن تا آزمایشگاه ها آزمایش بودتگن بچارن تحقیق بکنن که واقعا چون نژادش بود میگه یک نه بودش سیاه هم رنگ پوستش شمانه زبانش فرق کن پس یک چیزیش کمه بعد حتی تا جایی که یک کتاب دادتگنتش به نام کتاب سفید ویت بوکن که ودا تمام یک کاران بزرگان تحقیرانی که بودتگن ودا نویسه بودتگن به عنوان معذرت لیلوچه و حتی مجلس ما فکر کنم تا 70 دیگ بودتگن
به عنوان تلافی تا آج جا بوده. یعنی تقریبا شباهت های هسته. من فکر کنم اگر اجازه بده مانو که یک دقیقه دیگه زورا من فکر کنم که پارول اشتباه هم بچه که شما دیسکریمینیشن صاحبا بالکل بله زمان اجازه پارلمانش داتا دیگه آیان اما هسته اجتماعی که منگوش آئی از بین رفته هنچو که سرخپوستان امریکا من خیال دیگه قبیله هم هستن انتی گوشن تومی سیاه پولتان بی هستی باجه شبیر خواهش کنم چه شما مرسی خیر اگر شبیر کمک کانتنی مورد زانت اکتیزان انتان باره ته من خیال گرینلند و یک فیرو آیلند ایشان تا هم هستند دیگه نه پچه که اگر که ودومی وجه علی آئی سیستمی که وده چی بند اسیمتریک فدرالیزم و اصلا فدراسیون مثلا آیلند و نزانا فیرو آیلند و گرینلند ایشان شما نتوانید استفاده ابزاری با فدرالیزم بکنه پچه که آیان ماهیتش و شکل و تاچیش بنی پیم که شما را تصور هسته ایران ای پیم نه اگر که مطالعش نکرده با حاضر باشور ساعتا سری چیزا بار بکنه که موشن که شما مثلا واحد که نروژ یا فنلند یا که امریکا یا که آلمان مسائل جنید برداشت شما چنه بقول قدیمیان غرایت شما از فدرالیزمانی که هستن که برابر مسائل شده اید غرایت شما اشتباه هست کاملا اشتباه سوئد و ایران هر جغرافیای وتی مسائل خاص هستن که چه که ادا فقط یک قومیه ادا چون میتونه مورد ظلم قرار گرفته و تبعیض بوده و دیسکریمینیشن بوده ایران ترکا با کانستلاشون سک بازن تا قومی و زبانی و فرهنگی و جغرافیایی و یعنی به سادگی هم نه که همچون خبری کنک ببینه مخصوصا بعد از سالها دیکتاتوری ایتایی حد بعد سطح سواد هم در کل کشور باز مختلفه به نسبت مرکز و کاما چیز کمی نه باز بحث کنه که لوٹی تجزیه تحلیل لوٹی منتوار واجه شبیر بفرما شما کامنتی هستن منتوار وانی جان به نظر من خب طبیعی مثال هایی که سیستم های امپریالیستی و یا کشورهای پیشرفته موجود هسته فرق داره با کشورهایی که از نظر اقتصادی و زیربنایی تابع این کشورها هستند. مثال ها علیرغم این که اساساً سیاست و روبنا کلن یا فرهنگ یا روبنا کلن ساختار اقتصادی یا زیربنایی یا تعیین کننده هسته ولی گاهن خود روبنا هم وقتی تکامل داری وقتی ها یک آزادی بی هسته که وقتی سیر رو برود ایشی مفهوم ها من نلوتم پاچ کنم ولی موضوع ایشیه که فرقی که مثلا از نظر ستم ملی بر سیاهان در آمریکا دیماره بگیه و یا لاتین آمریکایی که از زاویه به اصطلاح مهاجر کایان و یا سرخپوستانی که قتل عام بودن آمریکای توکا خب ایشان ستم روا داشتن حتی به زمانی در آمریکا یک کافه توکا لکه بود که سیاهان قدغن بود تا کافه برای این چیزان موجود هست ستم ملی و تبعیض موجود هست حتی این ملکان ترک حتی سامیان یک دوره خاصی تحت همه چیزانی که بود تا ستم ملی ها ولی خب بعدها یک رفرم هایی در رابطه با سامی ها در اسکاتلند کشورهای اسکاتلندی دهک بود اگرچه به هر حال
فرهنگ من گوشن که این فرهنگ و چیز حاکم طبقات حاکم این چیزانای اقلیت زبان و اقلیت فرهنگ و اقلیت چیزا به این دلیل کار کنه که به آسانی بتوانند همگونی سازی بکنن که بتوانند از طریق زبان مشترک بتوانند وقتی سیستم و وقتی منافع وقتی سودگیری و استثمار را بیشتر بکنن. مثلا اگر بلوچستان زبان گاردی و کبیر جنبندی کنید لطفا. چشم وقتی بلوچستان زبان میگوشیم که اسیمله بیگاهی از پروسه زمانی در اصل بر این مبنا بیگاهی که بتوانه گجر با زبان فارسی بتوانه آواگانی که از نظر اقتصادی سیستم دیما برگه واسطه آسانتر بید. این تنها دلیله. البته فاکتورهای زیادی هستی کمک ها برای این اساسیه. منتوار شما واجه دادور بفرمایید کویتی شما اگه شما هر کسا هنو نوبت بفرمایید. نه بانکانی تو شرق رو بمیده با دیوانم دیدید که من خواهشی گفت نیست گوش دارو کن. سلام سرود افجان شپینا سرود دیمه سب کنیم بحث تمام کنیم. یه بحث تمام بو منی خیالا نه دیگه یه چیزی واضح بلوچه یا یه چیزی به پردن بارم. نه یه بحث مثال بلوچستانش بهل میکنه منی خیالا اگه یه بحث وجه عبدالرحمن یک لحظه لطفا اگه یه بحث لویته ادامه بده یک کوتی بجنه فدرالیسم باره ها نه فدرالیسم نه فدرالیسم باره باور نکنم شهری گپ کنه پدم و گم په نتیجه شهری نه فدرالیسم باره باور نکنم تمام بگونی دیگه اگه اجازه بده این شپی یا مروچی مخصوصا دو را بیدگه رویچ بود همه باره اگه لویتت گپ همه باره باز باشه همه باره این که پیاسا واجه بلوچ گپ پیچه تو جواب در نگو فدرالیسم بل سیاسی انسک واجه بلوچ اما پیاسا گپ پیچه دو رو بودن بلوچی گار باید من پیاسا باش سب بکیده برای سرپر نگو واجه دو رو بودن میرا با آنگاه منم وشو من اعتقاد ایشی که دو رو بودن همیشه بدل با تبدیل به ثابتی چیز دهم لباس پوچ زبان چیزی تو افسوس با پیاسا چو بوده یه گار بنده وقتی که مناسبات تولید در یک جامعه رشد کردن دیماروان یعنی میل و کارخانه و فکتری ادبی دول روادگی که فودالی زبانه بوده ایشی گار بیده وقتی که انسان در مناسبات تولیدی قرار گیره کارخانه که تولید که بوده همه دول روادگی یا هم تی اکادمی دول روادگی اتوماتیک تو چه ملوته گار بنده انجا که علامه باش پیسر به حوال قبوله زبان دولت گار نکرگی برای اتوماتیک لحظه چیز زبان توکا بره بستان بی ای چیزی بلوچی زبان یه دیما آدیما دوباره سایک دولت اصلا نزدور نکنی لحظه جهان اصلا گسته فرهنگ زبان و دین و مذهب ادروک جز فرهنگ سابیوانتی ایشان دولت هیبش پسور کار نکرانتی اتوماتیک برای سر بره بستان هسته این زبان زیب بی لحظه معتقدن ایشی زبان پیشرفته که درنی الفاظ یا لحظه بشد نه و یه چیز دو بیده که باره پدر قبل که باشه تاکید بکنم و باید تمام کنم که ایشان غالبا با رشد مناسبات تولید بذار مناسبات تولید چیه و نیروهای مولده که بذار ایشی ماند چیه یه دو بیده غالبانته انسان یک در کارخانه کار کرد آیی دیگه اما زنجیره توکانه نزان که او آسرا پای کوشان کارتون توکا و سنگتا نزان که کجا عرضیده و در سیستم سرمایه‌داری من در گپی رزم بس گار بندیش پس نکپا منتوار شما واجه رسول واجه شبیر من شما ما که گنده گم بله اگه اجازه بده بازینی هستن هیچ خبرش نکته واجه بلوی چه خبر نکته ما فقط یک کامنت اگه بیاره کامنت واجه احمد پرانه خبر نکته واجه او جمشید بیار اگه اجازه بدهید ما کمو که دیوان تورینه و رنده پدتونیم برگرده با اجازه و البته
واجه بلوچ بفرما شما گپ نکته و واجه مکران شما مای ناکو جمشید درو درابات بکن جوری کم هم دو مدافت ناکو جمشید وشیحتگی دیوانا ببخشید من رفرش کنم من شما را ندید باز وشیحتگی اگه سلام جوریه کنید بفرمایید و رندا واجه بلوچ کامنتی هم خواهش کنم من هم سلام عرض کنم شما را هانی جان و یه دیگه عزیزانی که داد بکنم و شما را درستانه مبارکباد دهم بلوچی دو درمیده گروچا امیدم که شما هر کجا هستی باش و سلامت و سرحال باشید خیلی ممنون که من دعوت دم و گوش دارم مرسی واجه بلوچ بفرما رندا واجه مکران جی منتور میگم همچنین رسول جون چرا یک سری ما شما چرا گار بان یا گار نبان پدن زنده بان یا گار بودن باز چیز می بلوچی پدن زنده بودن همین جامعه تو چت همین دوچ بلوچی چی چه تعبیر کتا یا بلوچی چوتر بی پروار بی نظام دیگه یا نوکه نقشه مثلا یا مدت ما دبی چلو که بودی هست قدیم زمانه گار بود هم پدن مود بوده بلوچی پاگ مثلا یا مدت گار بوده پیسر پاک سردار نبوده پاک بسته هم پدن جوانا پاک بنده شانی گپتی ما که چری اکثری تعاملات هست که میوتی دسته دولتان آن هیچ فشاری نیست رای که شما زوری گارش کنی گار نکنی بحثی نه چری همین زبان هست چری ما شما اگر کوشش بکنی بلوچی هرچی بیشتر کار مرز بکنی کار نبیتی همین تکل سوجان جه 50% اگر پارسیه بگی تو در شکل دولت تقصیری که فشاری یا جامعه سو یا بدبستانی بود نه به دایگیر میشه بلوچ ما شما هر چی بکنی واد دوت زبان گنیتر کنی واد گشت گالان کار مرز بکنی واد گشت بون شما تو چوک نماسه بو یه دیگه آدگه تو لوگه تو سوج بدی هیچ وقت گار نبیده بلی چوک هر چی بود مدرسه ایوانه نی برای من تو بلوچی کار مرز بکنی و بوشی خاله تو بود نترو بوش و خود بخود تشویق به ما ترو بوشی نه جامعه تو منتور من دیگه هبرینی بانو بانو منتور شما واجه مکران بفرما باز باش مواجه جمشید عزیز دا سلام و درود عرض کنم و جمشید تقریبا 3-4 صفحه من گپان گوش دارم در یک نیم سال و خورده من 3-4 صفحه و جمشید گپ ساک زبردست دوست بیگم یا ایشی که منی جن شهر بیتا گا یعنی که واجه جمشید گپ دل برو بیگم و جمشید مروچی 2 مارچ بیتا بلوچ 2 درمیدگه روچ بیتا معیشت را شادباش گوشم مرادباد گوشم مشته مروچی یک سلطنت طلبانی روم یه توکه یک مردی اصلا نامی فتلی یا بیروز فتلی نندو که سوید منطقه ये रजा पालवी को दोस्ती बाज मर्दों को जनाब बेरूज बाज का जरा दोस्त को जनाब ना ما لگتن گپا من تو لگتن گپا و در رنج گوشی این آقای شهریار رو میشناسیم گوشی این شهریار رو میبینی منه گوشی نی مگو که من نام شهریار هست قدیمه چه اشکتو نام شهریاره مفتو مکبران اتوار کن گوشی این یکی چی می وزیرای آینده می کشوری نگاجر درون اشتگان مگو ای چونه گپی من شما ملک وزیر بین شو چطور یا عجیبه گپی من واسطه گوشی نتاو من یکی چه وزیران آینده من عمده کمالو فکر آیا من سفارش کیا کتا دکتر دوشکیا کتا یا واجه غلام رضا حسین برا کتا یا دیگه سنگتیا کتا ما کتا شهریار ما کتا تاو کتا من کتا بدی اکی شما کتا شما من 10% من جون را تا 10% الان تا تصویر منانی اچه کنده ما درست زنگ جتا پاکا انشالله شاهزاده و تماسیگیری بونه تو منه انشالله شاهزاده و زنگیره او ماما اوریدی بلوچستان وزیر خارجه میرم من کتا شما من وش یکی کو که مثلا چیشو وزیر فرنگی کنه نه یکی امودا وش نه وزیر فرنگی نکنه وزیر دفاع کنه ساک جنگ واسطه چه کنده گیاد مگه شما شوش مدر خارجه ابو ما خارجه زیرون دیگر نزدیک بلوچستان ما خارجه زورت دادم خارجه او خارجه ده زیرم جمشید مامی گپا برو طرف بوشم این اتفاق کرده گمچ باز شهر مکرانجا مبارک باد تا عرضه حقیقتا یک پچی نه که ایتا بهتر تی انگلیسی هم واشن تو یه دیگه زبان هم چو بلوچستان آینده متعلق به شما جوانانه و شما باید وزیر وکیل بگویدان
و ما هم دنبال همشین باز شهرین حالا گپشین که هر کس از سفارش شده شهرین کاری کتگی برگردیم به اشیه که بحثی که من خیالا دود ربیدگی کواجه بلوچه که سک شهرین به نظر من هرچند هم که دیمایی بیه یک کامیتو که هرچند هم که تأثیر فرهنگان دیگه در همجواری تأثیرش هسته ولی پدا ما شما بتی جای پاده در کنار آیا پچ کنیم به نظر من یه فرم لباس دوچگی ایشی رفت بلوچان به دود ربیدگ نیست در صورتی که اگر دود ربیدگ ببین مثلا فرهنگ بلوچی قدیم و جدید بیای مقاسم کنین در رابطه با سوزن دوزی ها ولی اگر قرار بیا دود ربیدگی قبلیان بوده مثلا دکمیان بیاره سرکوه پاک ببندن کش یا مودان ظلم بکنن پاک ببندن یا به شکل شلواران باز ببندن بشان چیزانی که بر اثر مدلانی که یا انتروان تأثیر پذیرن کشورهای همسایه و چه ایران و پاکستان لباس پنجابی و غیره و غیره ولی چیزانی که مثل ما شما را در رسم رسوم عروسی پرسپاتیا یا ششگانی شبشهر یا نازین کولیکو به یه شکل بودگن آیا کم کم جایگتش داده یا همین سوران ما شما پیسرکان شما بچاره ما شما هوشتر کل آلو کو در جلو هوشتر ناز و صوت سازین بوده تا سر آبش برده هنو مثلا جنی نبره هیچی دوستاز جوان و هم لکویا هم سروکان و سالون کور و روان و تیه ماشینی برام جانی شدن تیارن تی شاید یه چیزانی که به نظر من یعنی دوستو کاملا تیابر که حتما نکنم آیا گشتر دولتان تاثیر هشتا سری تغییرات مشنوتی مذهبی اون گشتر تاثیرات هشتا کشو تغییر بکنه من فکر کنم که دولتان در زمین نقشی نیست البته دولتان به شکلی که مثلا یا نحوه همه حقارتی که مثلا تر چهارم در دبستان که زبان اعتبار زبان فارسی شرنه و آیانی که زبان فارسیش روانترین یا خوب گپ جنه یه مقدار تعویض قائل و خود به خود آیه که هم دنبال بلوچین سکن فارسی و تا ایمپروو بکن یا مثلا چاپک زدن یا چلاپکی زده من هم اونو چلاپکی زدم شان چیزانی به همین دلیل دولتان توی در یه شکل مثلا اگه آموز زبان مادری از همه اول رایج بگوتیم و بگشتنش نه فرق نکن شما مطلب برسینه به قول سمت بهرنگی بشی و حدی در منطقه یک خورما و درخت خورما و نظر و کنار و چگرد و عملیه تو بیای دانش آموز زردالو و هلو و نظر و شنگه بجنه که هیچ ندیده با عمری بشی یک کمی مشکله لحظه نالجان و لحظه دانشان هستن که انسانش به مرور زمان بوسیله برخورد یا بوسیله چشم شانش گندی به نالجی اضافه بید به عنوان مثال ماوت وحده کنکور امتحان داد سالان چهار جوابیه و یکی سالان شیه که دریاچه هامون در کجا قرار دارد سه چهارش داده یکی وستان سیستان بلوچستان ما درو جا ماوت نزنو اصفهان جا کجا اونجا بالماوت نه بلوچستان و نی دریاچه اگه بدیتی منو بدی بزمه کن که جهنمی هامون همه میویتی گوش کردن بالمال ندیده که نزانده نه نو منظور شین که دولت هم مسلما تاثیر ها ولی نه به آن شکل من بگشون که مثلا در رابطه با عروسی یا مثلا یا یک وارد بگه فرهنگ موسیقی همشی چیه که هنو جناتی ارگ و نزانون همه کیبورد و یه چیزان هنو جای دول و سرود و سرناش گفته مثلا هر کجا که سوری بی بدون شک دولت دخالتی بکنن جوانان گرسته همه کیبورد و ارگو همشان یاران تو شعر شاهری بید ولی در هر حال پدا هم سرود کری هستیم تنبوره کری هستیم در رابطه با موسیقی فرق نکن موسیقی میکسه بلوچستان شرقی بچاره موسیقی هندی وارد بوده یا پنجابی به شکلان اینگو ماشما بچاره موسیقی ایرانی یا فارسی یا بندری هر یکی شکلی زورته ولی در اصل دو دربدک دیمار روانه اشی در یک حکومت محلی دلسوزی وقتی قسمت فرهنگ هنری باید در آینده اگه ما شما را پارلمانی بی یا ما شما را دولت خود مختاری بی
یا به هر شکل اگه قدرتی بیتیم ودی شخصانی که انتخاب بیان و لوٹه مثلا دیما ببرن اوکی دیما برن اشانه که باید کوشش بکنن و چیز صحیحه که مد نظر آیان مثل وجه عبدالوهاب ایرانژاد و زبان زانتان یا زبان شناسان یا موسیقی شناسان اشان بنین دور هم و چیزی که بهترینه برای ما بلوچه انتخاب بکنن منتوار و سپاسگزار ندارم مرسی منتوار شما وجه جمشید سکین وشین گپو کناکو باز استفاده این با چشم گپا واجه عبدالرحمن لوتید به ماشما موسیقی بجنته پدا واجه دادشا هیچ گپ نکتم من از آنو لوتن گپی بکنن یا نه واجه دادشا شما همدید لوتید گپ بکنه واجه دادشا چند سلام درود من گپی نه بلی عبدالرحمن شیر جا برنده داستان که جان کریچن لیبرال پارتی نخست وزیر بی 2 رنده 8 ساله ایشی ماتی زبان است فرانسوی بعد که رهبر لیبرال پارتی بی انگلیسی نزن شروع که انگلیسی یاد گرگا ایشی مصاحبه مواتش کتا یعنی ایشی وقتی دفعه یا برمایش کتا که با شروع کتا انگلیسی یاد گرگا انگلیسی یاد گرفتا هر رنده یاکه بودتا نخست وزیر کانادا 8 سالش حکومت کتا حالا حساب که میزنه کانادا یکی از بهترین ملکان دنیای وجهت کشورهای جهان آباد نو ایشه که اگر فارسی مدار رنده باند به فارسی یاد بگیری بیت نخست وزیر به ایران کلتی ولی ایشه که واقعا زبان شهر یاد گیره ولی ایشه که اگر مزانتی انتونی یاد بگیری مثلا نه نتوانم من چه نوته همیشه بوشم وجه ابراهام بری صوت ایدم آنی جا بلا یک کامنتی بود تا اگر اجازه بدی قبل از اینکه عبدالرحمن موزیک بزن چشم واجه منتوارم شما واجه دادشا واجه شبیر اگه کامنتی گروه کوتاه لطفا آره کامنت کوتاه لطفا بگوشم واجه رسول یک گپ بیزد که مناسبات رودره بیده تغییر پیدا کن این صحیح گپیه ولی موضوعشیه که دورا مثلا بلوچستان توکا ستمبرزن که یک قانون فودالی و یک قانون حتی بردهداری هسته این کار نبود تا انگامی سرمایه‌داری نظام اگرچه سیستم اقتصادی تغییر پیدا کنه ولی لطی چیزا هم لطی روابط مناسبات فودالی از نظر فرهنگی بچه تا یک نکته شیه دومی نکته شیه که و جمشید سلام گوشه گویم و ما بی وقتی جمشید گپ زدیم محتوا چو باز مهمه ای که دود را بیدگ توکا آهنگیزشی زنگیان که خدمته یعنی فرهنگی که لوتی آسیمیلاسیون ملت های مختلف تحت ستم را از بین آسیمیله کنه ایشتی محتوا مهمه بنابراین حاکمیت طبقه فرهنگ حاکمیت طبقه حاکم تأثیرات اساسی داره مثلا اساسی ترین نهاد به هر حال آسیمیلاسیون همین آموزش پرورشه که ایشی تو زبان و تغییر داره در پروسس اساسی ترین نهاده بنابراین از طریق دین هسته رواج دین هسته که به هر حال لطی چیزا نبی همچو به حفظ کنه گاهی منتوارم مهربانی منتوارم شما واجه شبیر واجه رسول قرارت که واجه عبدالرحمن سازی بجنتیم بله اگه شما سک کوتاه و دیگه پاکنید برو بفرمایید نه همینجا میگه عبدالرحمن سازت رد باشید میرالم نوبت است که فرمایش مساعد جان میرالم واجه میرالم بفرمایید نه ما اکتر ماش مقابل جتا چنگ سوی دموید و گوش راشته گست در حال جتا نه و کمی آی اوتی اوله تو که تا بجه نه بلی که مار سرود په ما سرود که مجداره که سک سرود رباب نه رباب زیتامن
الان واجه دادور شما همه دید کویتی آگوینه جواب بینهش کنه گم آی بات مدریتوره جی بانکانی جی من نشکل ما منتظرت شما قرار پا سازی بجنید گوشتش واجه ها واجه گوشت بر ما ویش من جواب ندادم هر جواب داب که بده شما نه. ود هر داب که شما ود سلازانت بله باز وشت اگه میره عبدالرحمن اشته بوده دستی رباب ما بودیم نه نه منی من الان پیش کن که گوشت آر بلده جمع رباب کنم مشما ایش پیش سروب دیگه چیز بلان سازی نامداریم وقت باید نیل منا که کلی بجام میره درام بجام رباب نه نه تو مجنه من تو یک کجا من دو جنا یه واشه من تو ماجن دویم بلی سیاست کنم یک باشه تا هم دل پاکی Como Rabao Villante. Rabao Villante si hasta belle مدام برد. سیاست بله الان سرود جنه قربان چی آکسان سرود بجام تو بجام رباب گوشت آجا برابر تابنی دیگه مردم گپا گوش دار دیگه ایدر اکثریت گوشید ما را سرود بجن تو لازم قبول کنی نه تو دموکراتیک مردمه ها ایدا دموکراتیک مردم ها ایدا تی دردوا دموکراتیک همین کمونیست نه اگر بجای میهبر پرتاب رسینه واحد افضل سیاسی تو تولید دولتی مبا من سرود واحد بجام ابراهام سیاسی تو کمونیست مانا من نظر من مانا کن بده قربان کمونیست چیه سیاسی مگر کاری رو بالای بکن واجه دادور اگه افتخار بده ما تا حالا نهش کتا ما هیچ نزانته که شما سروی جنید اگه افتخار نه نه وارد ما همیدا مقتنعش کتا همیدا وانگی بهتری وجه گوشتی کمان یعنی الله نیست نیست الله نیست اول انقلاب همیدا مانا اشکو رسول تو یاد ہے نا گوشتی که کمان مانا الله نیست الله نیست کسی مکه مسانگه دیش رو کشت و گرگر کتا تیگه می هم آدیم والله نامی گره بسیار نارزاد مولا عبدالرحمن مولوی صاحب عبدالرحمن اشکان دست گرده دارش تا بسیار خوب چارم واجه علم هر وقت پزور نبیده وقتی باید بلویتیه هر وقت وقتی لویتت مایک همیشه در اختیار آیم وقتی رومه مدریتورن و هر دابی کلویتی هر موقعی کلویتی مایک جمتن و ما آنی جان اگر نزنی 1,000,000 تومان جریمه بکن این اما پروا هسته پر میلیون نی بسیار اما میلیونی پروا نی شما لویتو که سازی جنه شهر هم دیگه نون که الان نه جان من یکی جنا الان بده ساز کنزیلا
زبردست واجه منطق مبه زبردست. سلامت بی. انام بجام باره. و شبیر شاعری وانتی هم بلوچستان سود ملی. واجه شبیر لویتت شما شعر بوانه؟ هانی زمان یک دو سه دقیقه بعد شما را بوانا. باز باش واجه. واجه دادور شما نوبت این باشه. هانی جان یکی به نام آقا یوسف کوره از دوستان ترکمن صحرا جهلا نشته یا ورشادی بگوشیدی فارسی یا بلوچی فهمی سکه محترمی مردمی تو مشمی مهمانه. آقا یوسف کور خیلی خیلی خوش اومدید. آن را بیل چه را هنو ها شهر رنگورم. واجه دادور شما گوینه کویتی سرمسترت شما اگه گپ مکنید نگورا من دیوانه ترک کنون رام پچی که چوه وش نه من فقط لویتت آفرین هانی آفرین همچو زور لازم بکنی. من لویتت دیوانه کمی نظمی بده اون که ما شما به دیگه پانه سرپت ببین یک با دیگه را مردمان بفهمن که چیه گوشگین بس منی هدف همشیت سرمسته شما بتت بفرمایید. و من که امروز اجازه دارم کاس کم بکنم بابا گری شبیر جان من ترى چیزی باید منگاه که یه چیز کلیه که مناسبات تولید بدل بنده فرهنگام بدل بند فرهنگ یک چیز روبراییه ایپاک دیوان مردم میکرد و ذاتکار رو شما بلدترم ولی چون در بلوچستان نیروهای مولده رشد نکته سرمایه‌داری و یاد کرد چون زمانی که مزد دیده تمام مناسبات رو مزد مردم را مچ گوشت کردن مزد گرن یعنی ما گوشت مچ گوشت دوباره ساکی بوده پس مناسبات سرمایه‌داری وقتی که مزد یتی بوده حاکمی ولی بازمانده های همان چیزی که تا باشه چیزهای فوداری در رابطه با زن یه چیزا هست به خاطر که مذهب من تو تایی دوره گشته روش بودم والا انجاری گیشه زور داره بگه اگه من مجرین چوشده بود تگه خود چو گود و کار ما بازار هر کسا شتا هیچ کسا وصلیگ رو ترتگه و یه بخشی خاص چه که بروان اشت بارا بوده بروان خان شاه معمولا در دیت که ولی آده اکثریت جریانان بلوچستان نرمال ربطه دهاتان شهران چیزان ربطه ترتگه در ما خود یه باز زورت چیز زورت یه چیزی ولی این مناسبات فرهنگی حتی در جامعه سرمایه‌داری که بلوچستان هم چون سرمایه‌داری محاکمه چون مردم موقع کار کردن مزد گرفتن سرمایه‌داری بود حاکمه این چیزا که توقعش هستن ایشیه که نیروهای مانده کارخانه نیست اگر کارخانه فکتوری ملی بودی جریان سر چون ظلم نبوده مثل یک جریانی اگر مهندسی بوده درسی بوده که کارخانه صاحب کارخانه بوده مجبور تا مردین به خاطر زندگی باید پول در بیارن دیگه بودن جریان زیر دست کارش کنه این گفت تمام توضیح برای تو پس کپه درسته به خاطر چی نیروی مولده رفت کنه منت وارد شما واجه هر کس لوتی گپ بکنته هنو مایک بجانه بفرمایید. خب من اگر اجازه بدی یک برد بگوشم رسول جان برداشت ما از جامعه سرمایداری کم و فرق داری همین وجه من گوشم که همین جامعه بلوچستان توکا داره که مناسبات تولیدی سرمایداری همچون که تهران و یا اصفهان و یا دیگه شهران چیز نکتا ولی حاکمیت با مناسبات سرمایداری هست بلوچستان توکا بید من قبول نشی تو من یه بار بلوچی قربان نفهمه من چی بگوشم همچنین تا باشه من یه چیزا همین دارم این مناسبات سرمایداری در کل جهان حاکمه زمانی که مزد این موقع تو کار کنیم مزد گری یعنی مناسبات سرمایداری هر وقتی تو کار زمین سر کار کو دوباره سایک بود و گویا که یه باری با ایشی سرمایداری نه هم مردمان 40 سال 30 سال پیش موقع که رفته مچ گوشت کردن علم ذاته تو بوده نمیل مرز آنم و مچا گوشت کردن ته بوده مزد گری مزد ده چی با 20 مرو چی با برسن این چون پول بده برای تی بچه گوشت کرو گوشت های چیه این نداره
مچا گوشت کرد تو پول لگی تو رود الان من ذات این چیزا تمام چیزا یعنی موز دیگه تیدا ولی چون ایدا میل فکتوری کارخانه نیست بلوچستان تو که آ چیزا افتاد باشه موجوده ستم بزن برابری جریان مردم حق نیست و پدا هم مذهب هم زمان گشته حدیث زیارت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گوشی جریان چوشه آداب و مردم قبول کرد موت مردم آبر که گوشته نه 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 آبر ما که کافر به پچی جریان مواد نیم ارث نسید پچی ایشان مناسبات اقامانده اگر جریان وقت کارخانه‌ای بوده جریانات مناسبات تولید نقش بوده رئیس و معروض بوده نه آتای مردمان طبقه بالای پایین باز زیر دست اینش کار بوده آدی گاشته کو جریان ارث نیمه منت واش میواجه دیگه رو چیشی سر گپ زنی بیا Dei capola dopo rapporta شبیر واجه مکران گپی هستش ما را؟ ما وقت شبیر اوساشه شبیر دله گپ واجه رسول جتگا شبیر کورا دوpo rapporta شبیر واش بنت شینگا شبیر تو می شاعرا وانا می مانیفستا بلوچستان شاعرا می چیه شو شعر ملیه بلوچستان وانی یک منت انترناسیونال هم باز انترناسیونال هم باز کت نکنیم بانیم هر روز نه وجه کد کنیم وانی مروچی دود را بیردگی روچی لازم وانی مرچی بانیم کت کنیم بله هر روز باید نکنیم هر روز کت نکنیم هر روز کد نکنیم بله مروچی دود را بیردگی داگی روچی همی وجه وانی مرچی کت کنیم بله بلوچستان منی نام و منی نشان بلوچ راج عزت و شان توی حاکم توی آبان توی کوه توی دشتان مرا داتا نفس و جان مرا داتا برگونم بلوچستان ای قربان توی پهره توی بزبان توی تربه توی خاران توی بلوط توی سوران توی مکران توی تبتان توی کلک ترا شهران مراداتا دلیر ماتان مراداتا سرمچاران بلوچستان ای قربان به نادیدن گزم سیران به دین و سنت مردان اگر بندند مایی باتان جنینان بلوچستان به گرانتی همچو شیران بلوچستان ای قربان به ظلم ایران و پاکستان سامرا چند پشت و پنهان ترا کرتند ملک و ویران ننیران بلوچستان ای قربان توی آزادی الها توی چکان دهنتی جان توی آجوی الها ما را هستی علم و ایمان بلوچستان ای قربان توی حافظ توی چکان مایی گوار مایی باتان توی کوهان توی تالان توی کتار بندوکان بلوچستان توی قربان بلوچستان توی قربان منت فرمایم زبردست واجه زبردست باز باشه باز باش و شبیر تی توار ساکو باشه تو ولا خاننده ببه حقیقت روشن شبیر دیگه ماهی دیگه کت نکنیم بانیم شد ماهی بله ما کت نکنیم ایچی اجازه ودی وجه استاد یعنی کت کنیم مرچی دو رویده پدا باندر شاید گوشی کت کنیم نکنیم وجه کت نکنیم برا وعده
ये शुरू में नहीं है वजह इज्जत है ना अरशद नबी أنا متفق كميل لا ترى متفق كين देरानी मेरानी ये बुआने अरशद को नहीं मिशर बुआने शायद يا gajar gajar evet देरानी बुआन साकी वाशे शहर देरानी वागन तो ओमगा बरो है ना रसूल ये देरानी शहर है तो वागन जाना ची माना اوکی بله وانی در رانی بیوان أميرا gajar beş kuna ki man sekin degar ki şabiri şaira buani i posta bana çıkıra i mezaret हाँ तो तुम लड़के तो वजारते रखते तो ये मोर दार में बस سلام انا چیزی بگم ما هر شب محل آپ رابطه حالت با تدیوان یا بری بر جواب نگری بنا اور پرچی ما نیا تدیوان تو جواب نکن باشه ama tefahüm باشه मर्दम चूफ करने बजाय मर्दम चूफ गो हमारा من نیا والله من نیا تدیوان بری ما جواب روت جواب نشته اشکی हाँ सारे के रनस्ते ای گالا وتی سافتا وتی کتاب لکی اگر تو منی کتاب سوچانی منوتی گپا هاکی سرالکا اگر تو منی دفتر درانی منوتی گالانا تاک سرالکا اگر تو منی گرم پروشانی تو مشمبو من نمکی راه سرا وتی با هگالکا اگر منی سرزمین هزاران سوال جواب نگتا اگر منی سرزمین ٹھکر کنگئی هرچی ما مشغول دنیای باره بلکا اگر تو منی دست پروشانی همان نیستی من بلوچستان ناما به وطی زبان لکا من بلوچستان ناما وطی توفاق گونا بوهانی سرا لکا منتوار مجا زبردست شبيرة قوتي عشان انك وفيها ونغاز بلتمشي قالاني بچا يعني موتواي زبردست اما بلوچا قوتي بابا تو آگه من کاغذ پچگره من کلام پچگره من دستا پروشه من هر حال مانتا پوندو پموشو پنظام پسینه هیز هر داب مانتا ككوركان وترى رسينا وهذيك ما حاضرین دوستان جواب نہیں دنیا کا ہم پڑھتے دیکھ چیزیں بپیش کریں مجهولین وغیرہ وغیرہ یہ درویاں بعض گپ پہ جتی ہے ہم مانیفیسٹ ہوتی آرتا ہے 4-5 گال تو کا یرپتا زبردست شاعری درانی شعر نے سکیں واشن شاعری شبیر درویاں مانیفیسٹ تو کا ماں پار ہم جود ماں یعنی ہر داب لپشان کال بلوچان کا موتر رسینا مقصد ہر داب مانتا शाबाश सर शबीर बोला पक्का है बलूची है जबरदस्त इंसान शबीर हमसे दोस्त भी संगत हैं तुम कलम पुरुषानी कुछ मां नंबर का अक्सर ले तुम दाता देरानी मान लो प्लान तुम जो 10 पुरुषानी में पाल पुरुषानी हर दाब तो बकने मां खुलासा आखिरी रीडी कुछ मां तुपक गोमा नाम लेके हां कुआन सर मार तो ट्रोन दे ये शेर जबरदस्त माना लाजम सख्त ट्रोन दे गजराम بفهمت شبيرتي شاي تراسن ناشتك ديوانا गाओ शबीर भाई बता साक में संभालियो शबीर पर मानी सेकेंड देगा वहां के इन गजर उसने बनाई ये हिसाब किताब से दस्ता तो शारे सीट गया नहीं बस सारी सीट मदे मुफ्ता او مرچی من باز چیه کو من گپه گوش کوتا مردم سخته که جناب فلانی جناب که شی به شی حرفای این آقا رو بشنویم شی انسان بسیار متفکری هستش این واسه سیاست برابر کم که اپورتونیسم لوتی نه اپورتونیسم نه تو من الان شهر کا اتر هم ترون داره تو نگنا پاچ گومی در میانه توی بغل هندوانه دیگه کمو دقت بکن هیچ نوان دیگه مامشون بابا یه پارتی انا اگر شهری داک گیری ملک تو که من کارباری شهر بی یعنی درود جند پیگرانه دارم ما شما پامپ بنزینی گیری دیدم نه وجه منی نظرم مروچی بلوچ جامعه وتی تظاهرات گناه وتی مبارزات گناه وتی نام دنیای توکا نه تنها ایران دنیای توکا وتی نام برج کتا उसके नाम बेनाना चुदार बना बोले तो नाम को नाना वाशी उसके नाम चीज बेनाना همین نظر به هر حال
نوعیه که ایشان این نیرویی که موجود از واقعیت مبارزه کنگن ایشان روتان به دست بگیرن، یعنی وقتی سیاست پشته بکشن. این نیرو موجودیت داری و کسی نتوانیش این کار بکن. همین نظر هر نیروی چه ارتجاعی ببی چه انقلابی ببی لوتی این نیروی واقعی را وقتی ترسایت بکشه که این جنگ توکا بتوانی توازنگو را به نفع وقت نگه داری. منتواری شبیر تازار که تو کوت نکنیم وزیر بگوی شهریار کوت کنیم وزیر بگوی تو دار که نه ما هیچ وزیر نبیم، ما شهریار جوانان لازم بیم. همجا این پنجشنبه و چی بود یا نبود با شیشه موشه رو جست بکنم پنجشنبه سردار خانه بیدن کاری کن نه تو منی بانگ زبره مولا شهمات بانگ پنجشنبه زی باشی تاثیر اعتصاب کنه استاد نادی درستی سردار عکس بحثش داده که رسان کاری یه راستیه ولی بوی نبود شما عبدالروب شاک معلومی یار عبدالروب چی تا روبیت را دا اتفاقی ها یه دیگر آدگر شی بوده تو برای بگه تو سرپده بوتی چیزیه نه عبدالرؤوف زانی عبدالروب شاک معلومه که عبدالروب آلان درست کنترل معلوم سردارم ما تکسیب کشه چطور تکسیب بود؟ تکسیب بود بده بیانی اجدادتر چه سرداران که قرارانه که ما یک چیزی پیگیری کنه مجاری قانونی پیگیری کنه فلا میکنه ما همچین کارگاه قانونی نکنه تحصیل نکنه شو بل بیانی یک قرارشان بگراتی اصلا همه اولینی مالمی سرداران نه دیگه چین چیزش پینش کرده ده احتمالات معلوم نه چی بچین بوده شما ابتدای چی مشخص این که سردار اگه با هم سر یک چیز متحد و متفق بودنه و از بلوچستان که چی و از ایران به شکل شما بنیادی مشخصت که میرا پلان واشی که پیچه اصلا بیت نکن این سردار دو یا جار سرجم بوان پدا ها چونه گپی واسطا انچه گپی که آنی بنیادی منافع با خطر تو اکر دور بنا سردار بود منفعت ہے کہ یہ جا رستن یہ پدا چین کار ہے تو نکن چشان برداشتن بلوچستان اور نگواری رسول جان یه شپی یعنی رومی هست عصر جدید من آخر کم که گپ پیچه من واش که خطری که مشبه این راجی جودی که انو بیاگاه همه مردمان که احتمال زیاد برور انو مردمان لوٹ سک برزی سردار مقصد تبایی مبایی سردار قومی راجی چند شب پیش عصر جدید هم من واش که تهران خطری که به جنبش رو تعدیل کرده همین داخلی ارتجاع مرتجعی مردم همین سردار مردانه که ممکن خشتی مردمش با هیچی بکنه در نامه مانه قانونی دنبال کنه ولی احتمال سخت ضعیفه که مردم قبول بکنن من اصلا جدید تو که گوشتم آخر دکی بابک کو و هنو یه سردار و تو شاید ریشم جتا زار رو پول چو سال گرگ ورگ پاکش بندید حکومت یو درسا تیلگا جرا امکان سپره اما تاسو این تو تاو ودا دانا اسکونه ملک منتر گپ بکنه ملک آدابا نہیں تاو ودا دانا دول توار ته دیر معمولا واسطه نه ملک تو کا حالت کاملا نورمال جلوه کنه هیچ چیز غیر عادی ملک کا نہیں کہ ما بوشن مثلا هیچ تغییر بتا چیز اما پیسے کے داب اما آش ملک اثر پیسے کے دا هیچ چیز نہیں کہ مردم ملموس بھی پیسه انگاری سوال پیسه زدن अन्य सवाल पर रोज़ रात कार करना तो पिछले के वाला एक चेंज है नया का तब्दीली है नया कहते हैं वो कंट्रोल करने वाला शरीर से मर्दा कंट्रोल चेहरा है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं सिचुएशन ये चीज़ें मेरे साथ बोलूँ जो नहीं का सार्दर मुनाफा बेहतर दौर बना हिच नबी तक जो खासी चीज़ें नहीं के सार्दर बगैन दी न ज़ाहिरा मैंने कबूल किया महा शबशबो सार्दर कैसे दास्तान उठिया लगा जानती حتى كمان مختمرسي سردار يقارن كان لا بدل ما أصل جديد توقعش الحمد لله بخشوازاني من أنه تغییرات تحولات اجتماعی هنوگین دوره من از چیز سعی دکتر که بار کو دوران انقلابی هنو موقع انقلابی نه یا اعتراض انقلابی نه که سردار بابان تعصب میکنه آن بلوچ
چون سال وارتگش تو پربه بودتگه تو پگلی پاگ چند بهتری بسته و شلوار 2000 بهتری هم حزبت دست رو تیلگا نظر انچوکتا باشه با همه عبر کتا بودم هنو در دوران موقعیت انقلابی اون تحلیلشیه که جنبش جهل برزه میشه دیما رو پده وشتی گفت حزبت از غالا ما که بابسی هیچ مسئله اینه پرد چستی بیتی چه کردستان تهران گفت ایشی نرماله در دوران موقعیت انقلابی جاگای بی پده نبی پده واپسی چی دیما همچشن یه دوره همچشه نامی در روان سردار دسته اوتی چیلگا نظرم تجبر سنگتان شب واشو شاد کامیاب بید واجد جان کجا روی کلید ماینی کر رही یعنی شیرجان مرا قربان ہوئے ایواد نماهم باید کم بریم نیه ممیکر را پده صحبه پاک کاینه واجد شوخی کر رहे हैं برو وقت شما برای یک نمی شما را یک مای برای ما بوشن 5 برای نیچ دوره الان زانم پچی بطی من طرفا پیسرم اول دی من یاد کردم ما بلکه پر نظام پارچی باری من پمی نه کار میاد یه دی وجه ده مای برای مزن شاید کلاندری نشته وجه رسول ده ما مبتا بکرامت نه دست بستگا واجه وجه ذکر کنه وجه دست باسته هم نشته تیلا چی مبتا مال شبیه نه مانیفستو مانی تو کجا واقع کتای تو که عبدالرحمن جان پیستا کمونیست نام گه ما والا حقیقت نظام کمونیست چی من توی اشکتا با تو گروه که نوبر رو میگم دیما شبیه ما گنی وقتا ولی ما اشکت که با گشت کش مردوی لاتی گشت تو که ابراهیم اشکار شما با که نامش کتا دانگوش شما کابر بابرا اکسا بدیش دیره مردزلی کتا ما که کابر شو کابر گار کتا دیره صاحب کتا والله رحمت الله ما که کابر گار شو i kamer baba mango ka serkal da maslan jo suti na kuch oi dire burzet ta saat kutashi umbe chirag baba ki u chirag baba madiyan gore archi kaber buta ye mardwani ke namesh ke mas ami kaper ya kubis buta buta kaber to gor kutashi bada son parchi chakabro to sitte nazar parchi مولا هم چی نکته ایشان کابران بومپان مولا هم بول کنه مولا مخالفت نکته وقتی کابرانشان کابران بله دار کن شهید اشکان ایران شهر بشه تیر استورا نمیگره وش همه علاقه بودتا و ایبراتلو گمان گروشه اصلا ودا جاگا بسته ودا لوگ جاگا بسته بودتا بعد اینه میشه اینجا و شهید زیردینی هم میشه ودا لوگ جاگاش بسته بودتا چرا آگه من اس پوست هم چو دیگه و دوستان مردم از زمین خوار هم ها بول کنه ها؟ یعنی زمین خوار هم ارچه موچه نه زمین وار نامه هر جگه حالی که زمین یا وارانتی برانتی اتنامی کنه یه همشه کمپان के वास्ते के पता लोग के वास्ते के दौर तो है चीज नक्ता है बोलता है तो मार गया जमीन बना ना मरचा به هر حال رسول جان وطیه تیار کن ولی جمشید و دورا حزب کمونیست بلوچستان شرک کنیم ولی ما یا بری شب کمار بسه ما بلوچستان تو که من بچه من شبیر جان اداره دیگه مشغول بانی من بلوچستان تو که اما چیزی که باید رشد بکنه آن شرایطی که بیبیته بودن که ما باز کوشش کردم بلوچستان تا که یه رالی درون میشه بیبیته که بله بنیادی گو اکثریت جامعه بلوچستان ما باید سازماندهی بکنیم همه منافع دیمان بریم و یه فدرالیسم که یه که باید هرچی فدرالیسم بیبیته که بوده ظلم ستم بارکشی استثمار ببیته حالا شی دامات و هر چیز اله بله معلومات ملبورن اگر چه آزادی کردن شهر فدرالیسم کردن شهر حاکم ملی در شهر هر چیزی درتی برای ظلم بهره‌کشی بدبختی بیچارگی ببیته و این چیزی که انسان اولی حق و حقوق یه درک بنده تا زمانی که استثمار بهره‌کشی هسته بر این فدرالیسم به درد نوارده حاکم ملی به درد نوارده ما کمونیست کار نیسته واجه رسول چون کنم بزانم تاو شبیر است یادی کنه مارا و شادیات کنم تی شادی چون
मैं मनेला जाबरा की शादी को माना अब्दुल को शादियार मैं सियाटो में बलूच कौम सियादो बलूच कौम ना कि ये बाप के तो जने मनेला तो शबीरा गेस्ट शादी करने ना बक बलूच कौम सियादी करो बलूच अब ये आवार कोलियां ना ये आवार ती कोलियां ना छुटो मसे ये चीज हमारे तो रसी माउशे या काले भी डेमोक्रेटिक के काल डेमोक्रेटिक की तो का मिजा राज में चीज़ां रसी थाओ गुशे कि काल डेमोक्रेटिक बयाने यावरे कालवा पैसा आट कने आसन गो तो शबीर मुशी मौशा आसन गो में आट में कने मुआम गो में आट कने वो मिजा शेकला वो गेरा उनका लाम मार दो मामा ने मरो वो शेकला गिरी मौशे फाउंडेशन पोलादी का बाद बिजने मार्क्सिज्म का गुना या सोशलिज्म या आर्ट फाउंडेशन जब तक आने के मौ गुशे ये दार्द नवाश मौ गुशे ना मौशे ना डेमोक्रेटिक भी मोल के बरी راجع میچی گپ میبینی عوام برا اتفاقا وجه رسول شما را نزدیک از نظر ای که جامعه را دموکراسی کنیم اول بعد رویم سوسیالیسم دیما اتفاقا وجه رسول شما گونه سوسیالیسم دام بنده هیچ من فوندالیست بیشیه که ما سرزنی تو که میگم اما ولی کلی انا اصول یہ کلی انا تو یعنی سلباغ تو اسے مارکس بھی نا تو لپاپت تو کا پیچھا برا نا مان دوست ایک من هیچ کار نیست من بلوچستان تارتگو من تمام جگہ بلوچستان پیاده خداوند بھی پیاده تارتگو تو باقی من زانا تو پیاده تارتگا ہے بلتی ابرا کان نہیں کنا ایسا لپاپت تو کان ایسا لپاپت وقتی تفسیر من بلوچ راج موقع کیام ممکن بلوچ راج لابسیه ببین چطور آپ سے بھی واسرا آیا با مناسبت سرمایه‌داری که دموکراسی گوشی این سیستم جهانی توکا لعابه که منشأ ظلم و ستم و استثمار همین مناسبات سرمایه‌داری دموکراتیک به اصطلاح آیا مردم شکم سیکا این نظام این ساختار اقتصادی نتوانی تو مجبوری با مناسبات سوسیالیستی جواب بدهی مردم که وطید آباسی کا استثمار نبی ظلم ستم و گار کا مسئله ملی به غیر سوسیالیسم هیچ سیستمی نتوانی گار بکن شبیر همین نظام سوسیال دموکرات نسبی که اروپا تو اگه تایگ رسول الله بسیر کتا هده گوش دار تایگ رسول منی مهاجر الله بسیر کتا ما بلوش همین نسبی لوتی ما نگوشه که شما کمونیست ها شما تمام چیز نه وعده سر هرمنه اما وعده سر کار نه بیتی واجه ها منو جستی هست در مورد همه زمین پچگیرگا و بشان همه هفته اخیر 2 هفته اخیر بازی چین اخباری هستد شما گشتری مورد کسی زانته تو کسا بکنته که جریان چیه پدا یه مسئله یه دیگه هم که یه دیگه شهران توی که بازی مسمومیتی بوده شاگردش مسموم بوده مدارس توی که بلوچستان هم چیه خبری های یا که نه آنگو این مسائل نیست مسمومی شاگردانی الحمدلله ما چین آل ناش کتا شوکر زمین و کا معلوم که ها آره که دست رسی زمین و آده رایگا بلوچ هم بران دکسی نبا تا وایلی زمینی هم من زیر منی که تا بر همه دوان چو برکن پیسر میں اب تک آباد خاندری نوار سے زمین فاید اور تک چیپتے ہیں یہ وقت میں بیتا وقت مسئلہ میں لکھتے ہیں پلا آباد خاندری درو پلا بجائے سے دولت ہے وہ میں بلوچان دے ہوں بعد پا بلوچان چون ٹکتا ہے یار ایک کہ گون تامبو ہے جب تک یہ میں زمین میں سرانے 2000 نپرانی دیشتے ہیں یکی نپر داستا گجر ہمشن بورتا ہیں وہ قضای وقت میں امتداد گوئی گرون کو پروسا Ni şeddaten mardum dur nesta nam şok ari ke basta kapar kyo nesta gadar şan hiç kutna kene mardum çiğken 2000 na para gadar das narsin vaşa rep küpte ay tam şey agosha o ye bitti نه ایز سم دیگه مردم جنکان مدرسه هم توکا به هر حال یک حمله که جمهوری اسلامی جنینان سرا کنه گئے آگ مدارسی که گشتر ادعا به اعتباری ها
حجاب اجباری یا چیز کنه گیا رعایت نکنه گیا این چکان ترسانگی واسطه این روش سمدهی به شاگردان خصوصا مدارس دخترانه را ایجاد کردگان و کنه گیا و این یک حقیقتا یک فاشیستی و یک حرکت چیزیه که لازم میشه مردم میشه افشا بکنن مقاومت بکنن و مبارزه بکنن علیه این مسئله نکن این معمول کن الحمدلله نیک معمول چوکوا بلوت توکن یه سری و سرا کنه هر حالا اسلام ملوت معمول کن گذر نظام چی کن چی نکنه معمول کن واقعا آزادی بیشتر نمیشه سری کو سرا کنه گذر و سری نه پورا وجه شبیر ما هم هنچو فکر کنه گویتون که پچی دیگه شهران توی که این مسئله پیش یحته بله بلوچستان توی که نبوده مسئله همشی این که حتما ودا اعتراضش کتا و سری گوشانش دور کتن و ایشان هم لوچه تگش پی یه طریقه آپسر کاملا نمیشه کاملا نمیشه و همین گفتی که واجه داد برام که بلوچستان توی که مسئله نبوده و فهمی خاطر احتیاج مدارسان سانپاسی بکنن تو کاملا صحیح دانا مسموم بکنن کاملا صحیح بار ها واجه شبیر واجه رسول مثلا ما امرایلی نگه نره رواب سه هم شاباش تو را واپسی نیم واپسی دیگه واجه قرآن که نظام قرآن اصلی بلوچی و ایبا امران ترانه لیتیم سلامت و تمامشی آگاه چام میشی و روا کام بلد پس واجه پرپٹگام قرآن پرپٹگام میشه او واجه میرالم دیوان واش چیزانی میرالم دیوان احتمال تو واش بی میرالم یک اپی طرح گوشا خدا تر نیکی بدم واجه شبیر کسی زنی چشکایی که ما زنی هر ایدئولوژی که بیایتی ملکی سر غالبی ما آگه مخالفه چه ایدئولوژی هر نمونه ببینه بله در فضای دموکراسی یک شرطترین چیز همیشه اید که یک مزنی ظرف بین یعنی آ ظرف تو که تو انسانی ببه یا حیوانی ببه هر چی ببه یک موجود زنده ببه ترا جا هست یعنی ترا جا پر رشد واسطه پر پیشرفت واسطه هسته یہ ظرف مزنی نه یہ ظرف تو که ارکس توانی وتی ہما چوبی ہما شائست سالاریان کو وتی کارن کو وتی حساب کتابان کو توانی تے وتی واہگان دیما ببارتے نی میں نظر تو کا واجہ رسول معشوما قبل از اینکه مثلا اصلا بلوچستان سیاست بلوچستان تو کا حاکم بی معشوما بچارے کہ بلوچستان چا سیاست کو اقتصاد بندو کی یعنی ہر ساختار سیاسی ہے ساختار اقتصادیتی کا مشخص کا تو وتی مثلا از لحاظ ژئوپلیتیک وتی منطقه بچاره تو بچارچا کجام تئی مثلا توانی تے کجام سیاست دنیا ہے تو نی تئی ملک کا جواب دیدن تئی ملک واسطہ ہم پاسا کنتے کا سوئی دیانی کا بنیامین نتانیاہو وتی یک سخنرانی تو کا گوشی کے مئی ملک اول سرا یک مثلا سوسیالیستی سیستمی تو کان چو روا گایا گوشی ما چاره کہ مارا نیاز به یک ارتش قوی هستیم ما باید یک نیاز به یک ارتش قوی مارا ببی گرن رنده ما چاره با نظام سوسیالیستی ارتش قوی دارک ای با سختین گپی چونکه ارتش وطار خارج است حساب کتاب است آ نظام سوسیالیستی وشی ما واسطه یک بلای چی بی گرن ما با یک شکل حرکت کو که شده به بازار آزاد بیا ما کپیتالیستی سیستم تو کا شده ہندی اگر ما شما بیچارے بونوان مثال اگر ما بلوچستان گپا ہم بکنی بلوچستان خوب بات آتے ہیں اگر بلوچستان آزاد بھی بیتے ہیں بلوچستان چوب تحدید از ہر نظر نا تو باید یہ بلوچستان واسطے ایک سیستم در نظر گرک بھی بیتے ہیں کہ آ سیستم یک ارتش درستی بھی بیتے و نہ تنہا ارتش درستی بلکہ از لحاظ اما اکادمی کو کول مردمان کا داد و ستد و عرض و تقاضا و غیر و ذالکہ مارا نیاز ہستے کہ ما کو جامع جہانیہ ویسٹ کنٹریز یک شر علائز جوڑ ببی یعنی میں ای حساب کتاب باید ببا
بله بهرحال شما وقتی عقیده این شما عقیده ما احترام کنه زبردست احترام کنه بله ایشی واسطه تفکر یا بری لاتی جاگا یا کمپرومایز سیاسی ساکشارن کمپرومایز سیاسی ترا رسینی تی باتی واهگا استپ به استپ تی اما مزنی واهگا تر رسینی بله یوهو تو مثلا وشکن داره ببه احتمالا تو خورد ببه احتمالا با تو اصلا تو واهگا مرسه اگر طرف برنامه بی تو کمپرومایز بکنه در یک پریود زمانی یعنی شورتر تو کمپرومایز کنه یا وقتی واسه یک بازه زمانی در نظر بگیره تو توانه وقتی آواهگا برسه و تلفیقی چه سوسیال دموکرات و تلفیقی چه کپیتالیسم توانید تی معیشوم ملکا یک شر ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی جور بکن سلامت صوبی بار بعد از سوسیال دموکراسی همون بخش سرمایه داریه واجه شبیر اجازه بدید واجه دادشاه باز مایک جد پیش شما اگه اجازه بده آیا دیرین گپی نکوته و دی گپا بجمده نورنده شما پدا گپ کنه واجه دادشاه هستید گوما؟ بانو کانی درود سلام من بانو که آوش من گپاش کنه تا پچه دا گپ دیگه پچه احترام کنه گلوتی براسانی زمان ایشه که منی واقعا پس مارا شهر بانه چوک بلوچانی که بزنه که ما کہیں زنه اجازه دو منٹ روانه نہیں ما کوشش میکنه بلوچی گپ بکنه وقتی که ما بلوچی گپ کنه میں کوشش سمی بیتی گالانے کے کارنات کریں بلوچی بباتے میں انگریزی ازانا فارسی ازانا اردو ازانا نا بلے منی کوشش ہمشہ وادی کہ میں بلوچی گپ کنا اما اصلی بلوچی اما بندنے بلوچی گالانا کارنات بکن کہ منی وتی جندر زبان شاری پچھے منی دو درہ بیتا کہ میں وتی جندہ وات چیلنج بکنا کھولے گئے زانیا میں وتا وات بچاک کاسا پر بلوچانی گا ایسے کہ ماشے بازی گال آستے مادہ ساگت کارنات کرتے 20% 40% تا 50 تا 80% مثلا گجری هم تو بلوچی گپنه اور اسی که میں تقصیر نہیں میں شور تقصیر بات نہ کرا اسی که بلے باوات ہم کوشش بکریں گالانا بلوچی گا در بگیدیں بزنه گال بلوچی چی بیتے ہیں مثلا را کش برزا دالا نه بازی گال هستن بلوچی زبان باز مثلا شاشنامه زبانه ساوره مثلا پروفیسر سبا دشتیاری سید زلوشا هاشمی شنا پیسر وقتی زبانه شنا شعر شاعری نکتا بونگی شنا اردو کتا بودا و سید زلوشا همی پیما وقتی که اینگو چند شانت نه بلوچی نیمه کار بونگیج کرده چاری هو میوتی زبان وچا اردو و انگلیسی و چه دیگر زبانه یعنی باز توی زبانه یا شاشنامه زبانه یا ساوره همش که شاید وقتی زبان نیمات کنه کار بونگیج کتا او وقتی زندگی نادر کت شانا ماشا سلام کنه وجه سبا داشتیاریا کار کو اینچه سالا پروفیسریات نه سیرسانگی کو نه پاتلوگی کو نه وقتی ایچ فکر نکو کنه بلوچی فکر کو سازوشه همی پیما آبه دست کنه شما گنده مشون چمون دیمای ایچ چیز نه این یک درورم نه دوشه که ماشا وقتا چالنج بکنه که ما بلوچی گفانا وقتی زبانه وقت کارمرز بکنه او ایشه که ما امی دیوانه کهاں شما گا باز گفت اشکنگاه یاد کرگه او ایشه که جوانی دیوانه او ما دیوانه وجه سرودی هستن او وجه ربابی هستن داره یکی تونی شعر بجانتی رباب و سرود آنه مگا مثلا سازگر و سازان درانتی یک زندگی یک شعری بیته یک تاموری یک توانمندی من اتار چوک بلوچانی شی چوک بلوچانی ما چوک بلوچانی ما چوک بلوچانی ما چوک بلوچانی چوک بلوچانی میں ترسا زمین لرزی میں بیما کلا جاکسان میں ترسا زمین لرزی میں بیما کلا جاکسان ما کوئی مزار چوکے ما گلو شیرانی ما کوئی مزار چوکے ما گلو شیرانی چوک بلوچانی ما چوک بلوچانی ما کوفگ پستانی ما جامگ ماسانی ما کوفگ پستانی ما جامگ ماسانی
پنجگی براتانی ما لج گوارانی پنجگی براتانی ما لج گوارانی چوک بلوچانی ما چست بلوچانی ما نانده داد بخشیم ما نانده داد بخشیم ما سرده و نام کشیم ما نانده داد بخشیم ما سرده و نام کشیم ما اونی میار جلیم ما دیما رویم بیرانیم ما اونی میار جلیم ما دیما رویم بیرانیم چوک بلوچانی چوک بلوچانی ما غیرت شیر متکا ما سایگا زمانی ما غیرت شیر متکا ما سایگا زمانی اون کتی چمه چما ما قوم شهیدانی اون کتی چمه چما ما قوم شهیدانی چوک بلوچانی ما چوک بلوچانی ये उन जरूर खारा के ये क्योंकि मैं कौन ये उन जरूर खारा के ये क्योंकि मैं कौन कावा नवा बेजबार नाज़ेक में मासानी कावा नवा बेजबार नाज़ेक में मासानी चोके बलूचानी वाह चोके बलूचानी ما پشت یتیمانی لاچار گریبانی ما پشت یتیمانی لاچار گریبانی ظلم اثار افروشه دورنیت پدا ظلمانی ظلم اثار افروشه دورنیت پدا ظلمانی چوکی بلوچانی ما چوکی بلوچانی बारीक में कहते ब्रासा गली बांधाते बारीक में कहते ब्रासा गली बांधाते जंग पड़ा मांदाता है माल जंग पड़ा मांदाता माल वजोड़े शिरानी चौके बलूचानी माँ चौके बलूचानी चक्का से हजार रंदा हीरावती दिलबंदा चक्का से हजार रंदा हीरावती दिलबंदा खोले कई फरजंदा जो गोंडला चीरानी खोले कई फरजंदा जो गोंडला चीरानी छोटे बलूचानी चमरू के बलूचिस्तान शानदार बलूचानी चमरू के बलूचिस्तान शानदार बलूचानी दरगाह शहीदानी शामू के सगारानी दरगाह शहीदानी शामू के सगारानी चौके बलूचानी चौके बलूचानी زبردست واجه موسک باشد واجه واجه دادور شما سازد شما جا باز وش جهل وان شک جهل وان تو دوتای بشه نه اتوار گوشی شهر نبوده تو مرا بوشتی من بند انچو جهل انچو موشت کلا بلان پر تو چرتا باز باش تو زبردست میرم پروگرس تو کسک باش برو ما وقتی مایک کارشته گوش شهر داره وایری گوش شهر من اتوار ولی شهر دیگه
भला माशुमा चिकने अभी बहुत सारे जाने मेहरबानी वाजे काय का हमरा